الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. بعداً السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اولاً همه شما پدران، برادرانی که در این خانه خدا حضور دارین، همه شما را خوش آمدید میگویم و یک جایه به شما دعا میکنیم که پروردگار به حرمت فذکرونی اذکرکم، مرا یاد کنید. خدای ما و شما میگوید من هم شما را یاد میکنم. به حرمت این ماه مولود پیغمبر خدایا طاعت عبادت هایی که الحال این بندگانت انجام میدهند به درگاهت خداوندا قبولش بسازی و خدایا آن ثواب و آن اجرهایی که در این نماز و در سایر عبادت هایی که بندگانت انجام میدهند موجود هست، خدایا ما را با نصیب بسازی. خدایا در دل ما محبت خودت، محبت پیغمبرت، محبت اسلامت خدایا جایگیر بسازی و دم آخری همه ما را پروردگار و دم با خیر بسازی. اللهم انا نسألك عیشة نقیة و میتة سویة و مردا غیر مخضئ ولا فاضح برحمتك یا ارحم الراحمین. بیزایی که جمعه های پیشین داشتیم، اینها در باب اثبات عذاب قبر و سوال و جواب هایی که به ما ارسال شده بود جوابگردانی کردیم و جمعه پیشین با شما وعده کرده بودیم که در باب دوست داشتن پیغمبر خدا کمی با شما صحبت میکنیم. مادامی که این ماه مولود پیغمبر خداست، خوب میشد، البته فرصت بر ما میشد که تا که از تاریخ اول ولادت پیغمبر با شما حکایه ها میکردیم، لیکن خدا خواسته باشد در بین هر یک موضوع هایی که میگذرانیم کمی یادآوری از سرگذشت حیات این پیغمبرمان ما و شما آگاه میشویم. مولودی که روز شنبه این مسجد ما گذرانید، بسیاری از برادران در این معرکه بی نهایت سهم کلانی گذاشتند، خراجات های جانی و مالی کردند. خدای مهربان این برادران دائما سربلند و دولت های زیاده خدایا نصیب و روزیشان بسازی و از شفاعت پیغمبرت این برادرانی که در این معرکه ما دست یاری دراز کردند خدایا با نصیبشان بسازی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سوره واللیل دیدم وصف گیسوی شماست. سوره واللیل دیدم وصف گیسوی شماست و الضحی خواندم سراسر نسخه روی شماست. پایه پایه تا به سوی قاب قوسین آمدم، پایه پایه تا به سوی قاب قوسین آمدم، چون نظر کردم صفات تاک ابروی شماست. دیدم بسیار در تفسیر ما زاغ البصر،
دیدم بسیار در تفسیر مازاغ البصر، شرحی مستی چشم شورانگیزی جادوی شماست. حرف حرف سوره یوسف فرو خواندم شب، حرف حرف سوره یوسف فرو خواندم شب، ذره از آفتابی حسن دلجوی شماست. بانگ تبتم فادخلوها خالدین اندر جنان، بانگ تبتم فادخلوها خالدین اندر جنان، چون به گوش جان شنیدم از سر کوی شماست. آن روایت ها که میگویند از خلقی عظیم، آن روایت ها که میگویند از خلقی عظیم، دفتر اخلاق خواندم سر به سر فعل شماست. اللهم صل علی محمد و علی آل محمد. حضرت میگوید هر یک اعضای پیغمبری خدا، هر یک اندام پیغمبری خدا که آیت ها به زیبایی اینها گواهی میدهند، وقتی که میخواندم هر یک اعضای او را، هر یک زیبایی رخساره او را، گیسوی او را، اخلاق او را در قرآن دریافت میکردم. حتی حضرت چی گفتند؟ آن روایت ها که میگویند از خلقی عظیم، دفتر اخلاق خواندم سر به سر فعل شماست. وقتی من دفتر اخلاق کشادم، وقتی من کتاب اخلاق کشادم، اخلاق حمیده را خواستم که بفهمم، همون اخلاق حمیده را ای پیغمبری خدا در سیرتی تو، در رفتار تو یافتم. زیرا که ما و شما وقتی قرآن میخوانیم به سوره قلم میرسیم که در پاره 29 از قرآن است، خدا چی میگه؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، نون والقلم و ما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون و این لک لاجرا غیر ممنون و اینک لعلی خلق عظیم فستبصروا و یبصرون بأیکم المفتون ان ربک اعلم بمن ضل عن سبیلی و هو اعلم بالمهتدین. صدق الله العظیم. چی میگه خدا؟ قسم بر نون، قسم بر قلمی که می نویسد. مفسران میگویند نون این دوات است، دوات گفته رنگ میگن. قسم بر آن قلمی که رنگ گرفته شد و او نویساند. چی را نویساند؟ از اول پیدایش دنیا تا آخر دنیا را خدا امرش کرد قلم بنویس، کتابت کرد. خدا گفتش ساکت شو، ساکت شد. ما انت بنعمت ربک بمجنون. وقتی مشرکان عرب که پیغمبر خدا را دیوانه گفتند، وقتی پیغمبر که گفت من پیغمبر خدا هستم، شما را به سوی یگانگی خدا میخوانم، چیش گفتن؟ گفتن این دیوانه هست. بعضی مشرکان چی گفتن؟ نه، گفتن دیوانه نیست، با گمراه ماننده است. بعضی ها گفتن نه گمراه است و نه دیوانه است، بلکه این شیطان است. خدا برای حبیبش دلتیی کردن چی گفت؟ ما انت بنعمت ربک بمجنون. ای محمد تو مجنون نیستی، ای محمد تو دیوانه نیستی، تو گمراه نیستی، تو شیطان نیستی، بلکه این نعمت پیغمبری است که ما بر تو نصیب کردیم. و این لک لاجرا غیر ممنون. محمد این مشرکا به تو بسیار آزارها میدهند. تو نو بعثت شروع کردی، تو نو پیغمبری را دفترش کشادی، نو مردم به سوی یگانگی خدا میخوانی، لکن تو را بی نهایت مشقت دهشت بسیار میارند. لکن چکار میکنم؟ و این لک لاجرا غیر ممنون. من تو را به حساب دیگر اجر میتم، تو به حساب میگیری، فقط تو تحمل کن، تو صبر کن. در دوام چی گفت خدا؟ و این لک لاجرا غیر ممنون و اینک لعلی خلق عظیم. محمد تو چگونه یک رفتار خوبی داری؟ ای محمد چگونه تو یک فعل خوبی داری؟ چگونه یک گفتار ملایمی داری؟
خدا خلق محمد تعریف کرد، رفتار محمد تعریف کرد. حضرت بیهوده نگفتند آن روایت ها که میگویند از خلقی عظیم دفتری اخلاق خواندم، سر به سر فعلی شماست. البته این قرآن خودش گواهی میدهد. عایشه صدیقه که هم بستر پیغمبر خدا بود، در تفسیرها همه تفسیرها بیانش میکنند. در تفسیر همین آیت وقتی پرسیدنش خدا محمد وصف میکند که بی‌نهایت فعل خوب داری، آیا چگونه بود فعل محمد؟ عایشه چی گفت؟ کان خلقه القرآن. گفت فعل محمد قرآن است. گفت از قرآن دیدی فعل شد، ملایمی و فضیلت قرآن میدانین، این گفت رفتار محمد است. حضرت خود میگوید ان الله بعثنی لاتمم مکارم الاخلاق. خدا مرا برای چی فرستاد؟ تا که من اخلاق مکارم مکرمه، یعنی عالی ترین مکارم اخلاق به مردم بفهمانم که اخلاق چی هست. ادبنی ربی فاحسن تأدیبی. پروردگار مرا ادب داد. گفت محمد چی نیکو ادب داشتم. ببین وقتی رسول اکرم فعلش که خوب بود، رفتارش که خوب بود، حسن خلق داشت، ما و شما باید پیروی رسول اکرم باشیم. باید ما و شما فعل خوب داشته باشیم، گفتار خوب داشته باشیم، رفتار خوب داشته باشیم. حتی رسول الله چی میگه؟ اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا. کدام شما ای امتی من ایمانش کدام شما مکمل است؟ ایمان همون انسانی که فعل خوب دارد، رفتار خوب دارد، گفتار خوب دارد، از دست یو کسی آزار نمییابد، از زبان یو کسی آزار نمییابد. ما شیء اثقل فی المیزان یوم القیامت من حسن الخلق. پیغمبر گفتند در روز قیامت در ترازویی که اعمالهای ما و شما را وزن میکنن، از فعل خوب در دیگر دیده وزنین تر چیز نیست. حسن خلق به نهایت وزنین است. وقتی هر باری که وزنین شد او با فایده انسان حل می شود، وقتی اگر از ثواب باشد. برای همین از پیغمبر ما و شما میگه این المؤمن لا یدرک بحسن الخلق درجة الصائم والقائم. کسی که اگر در دنیا رفتار خوب دارد، بچه خوب است، مرد خوب است، گفتار خوب دارد، او همچنانی هست که مثل که آدم شب تا روز نماز میخواند، روز تا بگه روزدار است، چه مقدار ثواب دارد. حسن خلق برابر همون است. شما هم رفتارتون خوب کنید، با برادرها گفتار خوب کنید، زیرا پیشوای شما فعل خوب داشت، پیشوای شما بهترین اخلاق صاحب بود. با زنهاتون معامله خوب کنید، با پدرها و مادرهاتون با زبان خوش گپ زنید، زیرا که پیغمبر شما همچنان رفتار داشت. فستبصروا و یبصرون بأیکم المفتون. خدا چی گفت؟ محمد گفت غمگین نشو، زود است که میبینی و میبینن که کی هست دیوانه. زود است که روز قیامت میآید، این مشرکانی که تو را پیوسته آزار میدهند میبینن که دیوانه کی هست، گمراه کی هست، شیطان کی هست. فستبصروا و یبصرون بأیکم المفتون. مفتون اوجا میبینن کی هست. ان ربک اعلم بمن ضل عن سبیلی و هو اعلم بالمهتدین. محمد خدای تو میداند که کی از راه گمراه شده است، کی شیطان است، کی دیوانه است و کی در راه راست است. خدای تو اینو میداند. فعل خوبی پیغمبری خدا. حرف سوره یوسف فرو خواندم شبه، حرف سوره یوسف فرو خواندم شبه، ذره از آفتاب حسن دلجوی شماست. یوسف، حضرت یوسف در بین تمام پیغمبرها بهترین حسن داشت. از حسن او زنهای مصر مفتون شدند، دستهای خود در قرآن میگه با کارچه بریدند، درک نیفتند، چهره زیبای یوسف دیدند. رسول اکرم گفت شب معراج
وقتی که من حضرت یوسف را زیارت کردم نصف حسن دنیا در چهره یوسف دیدم، اینقدر زیبا بودن. لیکن جابر چی میگه؟ همنشین پیغمبر خدا چی میگه؟ كنت جلست مع رسول الله صلی الله علیه و سلم لیلا و کان قمر بدر. شب میگه در پهلوی پیغمبر خدا نشستم. حضرت جابر میگوید ماهتاب میگه همون شب 15مش بود، آسمان بی نهایت روشن بود، ماهتاب دیده از آسمان در روشنتر بود. نظرت الى وجه رسول الله صلی الله علیه و سلم مرتا و الى القمر مرتا. حضرت جابر میگوید یک بار چهره پیغمبر را نگاه میکردم، یک بار دیگه چهره ماهتاب روشن را نگاه میکردم. قسم به خدا که چهره محمد میگه از ماهتاب دیده روشنتر بود. محمد زیبا بود، حسن محمد از حسن یوسف گذشته بود. رسول اکرم چنان روشنی بودند حتی حدیثهای صحیح پیغمبر روایت میکند که در خانه داخل میشدن روشنی خانه را فرا میگرفت. میگه بوی خوشش تمام کوچه ها را میگه بسته میکرد. ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله و یغفر لکم ذنوبکم والله غفور رحیم و اطیعوا الله و اطیعوا الرسول فان تولوا فان الله لا يحب الكافرین. خداوند در قرآن میفرماید وقتی که نزد حضرت رسول اکرم گروه نصارا آمدند، مردمی که حضرت عیسی را پرستش میکنند، وقتی آمدند بر رسول اکرم گفتند که ای پیغمبر تو میدانی که برای چی ما عیسی را بچه خدا میگیم؟ میدانی؟ گفت برای چی میگین حالان که خدا خود منزه است، خداوند فرزند ندارد، خداوند یک و یگانه است. گفت برای آنی که ما خدا را دوست می‌داریم، برای دوست داشتن آنی که ما خدا را دوست می‌داریم عیسی را بچه خدا میگیم. در زمان میگه آیت فرامد چی بود؟ این کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله و یغفر لکم ذنوبکم والله غفور رحیم. جبرائیل امین آیت فراورد گفت محمد بر این گروه نصارا بگو که خداوند میگوید اگر شما دعوا دارین که خدا را دوست می‌دارم، اگر دعوای شما حقانی باشد پیرو محمد شوین، پیرو محمد شوین. خدای شما یحببکم الله، خدا شما را دوست می‌دارد و یغفر لکم ذنوبکم، به سبب دوست داشتنتان باز گناههای شما را خدا مغفرت می‌سازد. والله غفور رحیم، خدای شما بی نهایت غفور رحیم است. شما پیرو محمد چین. اطیع الله اطیع الرسول، خدا را وقتی شما میخواهین که اطاعت کنین اطاعت محمد بکنین. فان تولوا، اگر شما نخواهید که بر محمد پیرو شوین، فان الله لا يحب الكافرین، یقین بدانین همه شما کافر هستین، خدا کافر را دوست نمی‌دارد. این گروه نصارا را همچنان خداوند جواب گردانید. کجا است همون پیروای عیسی که امروز نظر به همین آیت های کریمه کنند؟ کجا است همون پیروای عیسی جاهلی که امروز به سوره صف نظر کنند که خود عیسی چی میگه؟ اذ قال عیسی یا بنی اسرائیل اینی رسول الله الیکم مصدقا لما بین یدی من التورات و مبشرا بالرسول یأتی من بعدی اسمه احمد فلما جاءهم بالبینات قالوا هذا سحر مبین. صدق الله العظیم. خدا چی میگوید؟ میگوید ای محمد همین عیسی که 530 سال یا 540 سال پیش از تو گذشتگی هست، همین عیسی در بین همین بنی اسرائیل برآمد کرد، گفت ای بنی اسرائیل
من بر کتابی که در پیش دارم این از موسی بود، من بر این باوری داشتم. امروز انجیل عیسی، انجیل من آمد، شما چنگ زننده بر انجیل من باشید. لکن فراموش نکنید که بعد من پیغمبری می آید که خاتم النبیین است. پیغمبری بر همون انسان ختم می شود. اسمه احمد، نامی او احمد است. شما بر همون انسان چکار کنید؟ پیرو شید. پیغمبر ما و شما در آسمان به نام احمد مشهور است، در روی زمین به نام محمد مشهور است. عیسی پیروان خودش دلالت به چی میکند؟ دلالت به چنگ زدن به سوی رسول اکرم میکند. در دیگر جای قرآن خداوند چی میگوید؟ النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم و ازواجه امهاتهم. پیغمبر بر شما از نفسهاتان دیده باید محبوب تر باشد و زنهای پیغمبر مادرای شما هستند. وقتی که جنگ تبوک میگد آغاز شد، رسول اکرم اعلان کرد که همه مردم مسلمان بیرون شوید و در این جنگ تبوک همراه من اشتراک میکنید. این صحابه ها چی گفتن؟ گفتن پیغمبر خدا، از پدر و مادر میپرسیم، آمده در کشونهای لشکری تو همراه میشویم و بازدید آن کسانی که دین تو را و قرآن تو را تحقیر میکنن مبارزه میبریم. آیت آمد النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم و ازواج امهاتهم. محمد بر این امتات خبر بده که تو را باید از پدر و مادر دیده دوست بدارن. پدر و مادر کجا میپرسن؟ از تو بپرسن. از نفسها و از جانهاشون دیده تو را دوست بدارن و خبردارشون کن که زنهای تو مادرهای اینها هستند. البته به البته رسول اکرم حدیث صحیحش است: لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیه من والدی و ولدی و الناس اجمعین. ایمان شما کامل نیست ای امت من تا زمانی که شما مرا از پدر و مادرتان، از فرزندهای جگرگوشتان و از تمام مردم و از مال و انجام و پول و خانه که دارین و از جانهایی که در وجود دارین، از این دیده مرا دوست ندارین، ایمان شما کامل نیست. در اصل خدا ما و شما را منت میکند که ای بندگان، ای تخم انسان، پیش از آنی که محمد بر زمین نیامده بود و این کانوا من قبل لفی ضلال مبین، شما گمراه بودین. شما نمیدانستین انسان چی هست، شما نمیدانستین خدا چی هست، شما انسان اخلاق نمیدانستین چی بود. روز رسول اکرم آمد دنیا منور شد. روز رسول اکرم آمد انسان قدر و قیمتش پیدا شد. همه ای طفیل پیغمبر خدا شد. ما و شما را خداوند منت میکنه. حضرت عمر میگه در معرکه بودن، گفتن یا رسول الله انت احب الی من کل شیء الا نفسی. پیغمبر خدا، من تو را از پدر و مادرم دیده، از فرزندهام دیده، از خانم دیده، از مال و انجام، از تمام یار و رفیقم دیده، تو را دوست میدارم، لکن بغیر جانم، جان خودم دوست میدارم. رسول الله گفتن لا یا عمر، تا اگر از جانت هم دیده مرا دوست نداری، ایمان تو کامل نیست. عمر حضرت چیکار کردن؟ حضرت میگه در تفکر رفتن، گفتن من همان عمری نبودم که شمشیر در دستم بود، میخواستم سر محمد ببرم. این امروز قدر من، این قیمت من در بین تمام مسلمان ها پیدا شد، طفیل محمد بود آخر. و ایلا من کی بودم؟ و ایلا من کی بودم که رسول اکرم از من دعا طلب میکند؟ من از کی؟ من از صحاب رسول اکرم به این درجات رسیدم. و ایلا من هم سگ از سگای دوزخ بودم. اگر همراه ابو جهل، همراه ابو لهب از دنیا میگذشتم، مثل اونا دوزخی بودم. من این شرافت و درجاتی که رسول اکرم گفت قصر عمر در جنت دیدم، من را طفیل رسول الله یافتم. میگه گشته گفتن یا رسول الله
انت احب الی من کل شیء حتی من نفسی. پیغمبری خدا از پدرم دیده، از مادرم دیده، از فرزندهام دیده، حتی از جانم دیده من تو را دوست می‌دارم. رسول الله چی گفت؟ یا عمر الان تمت سعادتک، الان ایمان تو کامل شد، نیکبختی نصیب تو شد ای عمر. صحابه ها پیغمبر خدا را به نهایت دوست می داشتند. یک صحابه بود به نام مصعب ابن عمیر، جوان بود. رسول اکرم میگه وقتی که من با همراهی مصعب در مدینه منوره بودیم، پدر و مادر مصعب بسیار به دولت بودند لکن ایمان نداشتند. این مصعب میگه پنهانی از پدر و مادرش ایمان آورده بود. وقتی که رسول الله میگه در کوچه ها سیر میکرد مصعب، بهترین لباس هایی که 200 درهم بود در تنه همین مصعب بود. بای بچه بود میگه پنهانی آمد میگه بر من ایمان آورد. وقتی میگه ما احوالمان که تنگ شد، دیگر آزار و مشقت این مشرکان که زیاد شد، به حبشستان میگه سفر کردیم. و این مصعب میگه پنهانی از پدر مادرش از خانه بیرون شد و پیما شد، به حبشستان میگه آمد. من به شما محبت صحابه ها را گپ میزنم. وقتی میگه بر حبشستان آمدیم، بی نهایت احوال من بد بود، خوردنی نداشتیم، آب زیادتی نداشتیم، همه با یک چینک معینی بود. میگه این رسول اکرم میگه من در زیر یک درخت نشسته بودم، به ناگاه با پیش میگه همین مصعب گذشت، همان مصعبی که میگه 200 درهم کرته میپوشید. نگاه کردم که در این مدتی که همراه من است یک گیله میکونه در پشتش پرتافتگی بود. حضرت میگه چندین جای گیله میگه دریدگی بود. نگاه میکردم که به حضور نمایان بود که حضرت یا شکمش گرسنه بود میگه یا حلقش تشنه بود. میگه از پیش من گذشت. دیگر میگه من طاقت نکردم، ایمانداری مصعب را که دیدم میگه دیگر گریان شدم. رسول اکرم میگوید وقتی میگه اندک روز از بین گذشت، به ناگاه اعلان جنگ شد که فردا یک قبیله با شما اعلان جنگ دارد. رسول الله همه صحابه ها را میگه خبر کردم. فردا میگه به میدان جنگ وقتی که در آمدیم، بیرق میگه مصعب گرفت. این بیرق برداشتن البته کار خیلی یک آدمی به غیرت در کار است که بیرق بردارد. بیرق برداری این نشانش همین است که یعنی دل مسلمان ها را باز قوت زیادتر میکند، روحیه مسلمان را به قوت میکند. میگه نگاه کردم که همان بیرق در دستش است و میگه بی نهایت جنگاوری میکرد. به ناگاه میگه همان دستی که بیرق داشت میگه از دست یک مشرک زده شد. لکن میگه مصعب ایمانی که کاملی که در وجودش جوش میزد در دست دیگریش میگه بیرق داشت و پیش میرفت تا که مردم مسلمان میگه روحیش نافتاد، با پیش حرکت میکرد. میگه وقتی میگه با پیش میرفتیم نگاه کردیم این دفعه که دست دیگری مصعب میگه زده شد. لکن مصعب خدا رحمت مغفرتش کند، ایمان کامل که بود، اسلام اساسی که در وجودش جوش میزد، حضرت میگه همین دست های چلاقی که داشت میگه پر از خون در پیش بر میگه همون بیرق داشتگی بود و با پیش میگه با یک صدای پست آواز میداد با پیش میرفتن. به ناگاه میگه رسول الله میگه دیگر جای نبود که ما پشتیبانی مصعب کنم، زیرا که همه احاطه ما مشرکا بود. به نام میگه خنجر میگه در شکم همین مصعب زده شد که میگه بیرق از دست مصعب میگه به زمین زد. من فرمان دادم که یک صحابه بیرق بردارین تا که روحیه مسلمان ها شکسته نشود. میگه بیرق در دست دیگر صحابه زد، میگه بالا برداشتن. وقتی میگه بود چی جنگ گشته آمدیم، همان شالچه همان گلیمی که در پشتش پرتافتگی بود خواستیم از همون کفنش کنیم. همین بچه‌ای که در یک ناز نعمت تولد شدگی،
همین بچه‌ای که بهترین لباس پدرش می پوشید، همان میگد گله ما وقتی که از بالا می پرتایم زانه های مصعب نمایان می شود، از پایان پرتایم بالای سرش نمایان می شود. صحابه گفتن یا رسول الله را چگونه کفن کنیم؟ رسول الله میگه فرمان دادم بالای سرش پوشانید و پایان پاش یک توده خار میگه آوردیم محکم کردیم و همت میگه در گور جاش کرد. صحابه را محبت شوید. حضرت خباب خدا رحمت و مغفرتش کند، وقتی که میگه اسیر افتاد در دست مشرکا، چنان خواب میکرد بیگاه که میشد بر شکم میگرداندند، در جای همون سوختگی به دره میزدند. حتی میگد همون آهنای داشتن گرم کردگی در پشت همین خباب میگذاشت. رسول الله گذر میکرد، قدرتی نداشت. رسول الله گذر میکرد میگو خباب صبر کن، باغی از باغهای جنت صاحبی تو میشود. حضرت میگه دائم همین تا خبردارش میکرد، لیکن هزار شکر که خباب از دست مشرکان میگه کشته نشد. وقتی حضرت عمر میگه دوره های خلافتون بود، خباب پرسان کردم ای خباب تو چگونه عذابها دیدی؟ حضرت میگه کرته را بدر کردن، گفتن بر همین دو شانه من نظر کن خود عذاب معین میشود. حضرت عمر میگه نگاه کردیم در پشت خباب هیچ گوشت دیده نمیشد، همه سوختگی بود، همه سوزاندگی و همه کندگی بود. لیکن حضرت در محاربه ها اشتراک میکرد، برای نه خانه داشت، نه پول داشت، نه مال داشت، فقط برای چی؟ برای حمایه قرآن، برای حمایه پیرو پیغمبر خدا، برای حمایه اسلام چکار میکرد؟ جان فدایی میکرد. امروز همان اسلامی که به مشقت آمده است در دست ما و شماست. ای انسانی که تو را خدا زده است به انصاف شده، تو نخواه که به یک پارچه نان، نخواه که به یک نیم کیلو روغن همین یهود تو همین دین خود تغییر بدی. عیب نیست، انصاف نیست. عمر اندک است برادر عزتمند، عمر اندک است، 50 سال 60 سال چنان گذری میکنه تو نمیفهمی، تو به خدای خود رو پرو میشه. این دین عند الله الاسلام، دینی که اون نجات دارد این اسلام است. همه دینها در برابر اسلام منسوخ شدن، بیکار شدن، اینا دیگر هیچ اهمیت هم ندارن. کسی چنگ زننده بغیر اسلام است، خدا بر او چی میگه؟ میگوید که لن یقبل منه و هو فی الاخره من الخاسرین. یقین بدان کسی که پیرو محمد نیست، کسی که چنگ زننده اسلام نیست، او کس در آخرت زیانکار است و اون کس در نزد خدا جوابگر است. حضرت بلال رضی الله عنه حبشی بودند. بلال از پیروی شد سرمه چشم، مولوی میگد سرمه چشم پیغمبر خدا از چی حساب شد؟ از حساب پیروی پیغمبر شد. حبشی بودند. وقتی آمدن رسول اکرم دیدن شیفته شدند. یقین دانستند که از این گونه چهره، از این گونه زبان دروغ نمی براید. پیروی محمد شدند. مادامی که غلام بودن، سردارش شکار کرد، سردارش درکدار شد که بلال ایمان آورده است. بردن همون جایی که مصعب عذاب میکردن، در همان زمین خواباندند. این ابو جهل لعنتی در بالای میگه شکم یمین بلال یک خرسنگ بی نهایت کلانی را گذاشت که دیگر حضرت میگه حرکت کردن نمیتونست. لبه ها همه کفیدگی، بیابان تسبان. وقتی به پیش میگذشتند، آیا از دین بابات پیروی میکنی یا دین محمد را؟ بلال چی میگفت؟ احد احد احد، خدای یکه را پیرو هستم، خدای یکه را پیرو هستم، خدای یگانه را پیرو میشم. عذاب میدادند. ابو جهل میگوید مانده میشیدم. تاریخ میگوید ابو جهل از زدن بلال، امیه ابن خلف از زدن بلال مانده میشدند، لکن بلال نمیگشت. ابو بکر صدیق میگه با پیشش گذر کردم، نگاه کردم به نهایت حالش بد است. گفتم ابو جهل چند سو میفروشی بلال را؟ میگه گفت 100 تنگه. بلال میگه 100 تنگه برآورده در دستش دادم. بلال خلاص کردم، آوردم نزد رسول اکرم.
میگد ابوجهل در تمام شهر آوازه کرد که اگر ابوبکر 1 تنگه میداد من میدادمش در عوض که مرا 100 تنگه داده است. ابوبکر صدیق گفت اگر تو میدانستی منزلت بلال، اگر تو میدانستی که قدر بلال، تو میدانستی این توحیدی که در وجود بلال است، تو اگر 1 تنگه نه 1000 تنگه میگفتی من میخریدمش. وقتی آوردوش درون وجود بیرون سیاه بود، لکن درون آینه واری سفید بود، همه وجود ایمان بود. رسول اکرم دید که بی نهایت ایماندار است. حضرت اذان در دست بلال داد، دائما اذان میداد. وقتی رسول اکرم میگه در مدینه منوره از دنیا گذشتن، بلال دیگر طاقت نکرد، دیگر طاقت نکرد، ترک کرد، بر همون حبشستان خودش رفت. میگه 1 سال از بین گذشت که پیغمبر خدا را در خواب دید. میگه پیغمبر گفتش بلال این چی ظلم است که در حق ما کردی، بار زیارت نمیای؟ بلال میگه در خواب گفتمش رسول اکرم من دیگر در مدینه دور دادن نمیتونم، هر وقتایی که قبر مبارک تو را میبینم دیگر من طاقت مدینه دا زندگی کردن نداشتم. میگه مادامی که خواب دید حضرت میگه گشته آمدم به مدینه. وقتی میگه مدینه در آمدم، امام حسین که میگه خیلی کلانسال شده بودن، مرا گفتن که مثل همون دوره پیغمبری خدا نمیبرای ای بلال 1 بار دیگر اذان بتی. میگه این یارای بهشتی را دیگر گپشون رد کردن نتونستم، بالای منبر برآمد. میگه وقتی که میگه بلال اذان گفت الله اکبر الله اکبر، مثل که دوره پیغمبر در اذان میگفت، تمام زنها و مردها میگه زنده شدن، گویا که محمد زنده باشد. همه میگه از خانه ها بیرون شدن. حضرت میگه رسید اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمدا عبده و رسوله. گفتگی ده از حش میگه غلطیدن، نام محمد بر زبان کران میگه حضرت در جاش غلطیدن. وقتی میگه به یک میدانی که شادی آوردنش، حضرت علاکه میگه چنان محبت جوش میزد، میگفتن اولاد اجدادش میگفت که وا مصیبتا، امروز بلال از بین ما میرود. بلال باشد چی میگو؟ غدا القا محمدا و صحبه، چی خوشی است که فردا محمد با همراهی صحابه هاش زیارت میکنم، چی خوب است که من فردا در جنت با این یارایی که داشتم با اینا ملاقات میکنم. با همین شیرینی محبت پیغمبری خدا تلخی جان حضرت میگه دیگر هیچ حس نکردن. بین محبت صحابه ها را بین، محبت صحابه دیگر به نام هلال بود. شاید شنیده باشین، من با شما پیوسته این محبت صحابه ها را میگم، بعداً محبت خودتان با محبت صحابه مقایسه کنید. رسول اکرم میگه ما جمع یک جایه میگه در مسجد نشسته بودیم، اطراف من میگه پر از صحابه ها بود. به ناگاه میگه گفتم ای یاران من، ای همنشینان من، الحال از دروازه مسجد کسی داخل می شود که جنت مشتاق اوست. صحابه در حیرت ماندند که آدم جنتی را در دنیا چهرهش بینیم کی باشد. همه میگه خیستند نزد دروازه رهسپار شدند. لیکن رسول اکرم گفت ای صحابه ها، گفت دوستان خدا را شناخته نمی شود. آن کسی که الحال وارد مسجد می شود که مشتاق جنت مشتاق اوست، شما او را نمی شناسید. صحابه میگه گشته آمدن در اطراف پیغمبر مثل پروانه نشستند. به ناگاه میگه یک مرد در آمد، قد دراز داشت و سیاه‌پوست بود. این بلال نبود، این هلال بود. به نزدیک رسول اکرم آمد، با پیغمبر خدا میگه سلام کرد، در پیش پیغمبر خدا نشست. رسول الله میگه وقتی من نظر به چهره هلال کردم، چشمهاش میگه در قعر سرش رفته بود از گشنگی. میگه گفتم هلال اگر اجازت باشد طعام برای تو مهیا کنم تا که افطار کنیم. میگه هلال گفت پیغمبر خدا من نظر کردم که اگر با پیغمبر خدا ملاقاتی شوم 3 روز روزه میگیرم. امروز که خدا مرا نصیب دیدار تو کرده است،
من 3 روز روزه میگیرم. رسول الله میگه گشته گو هلال وقتی که بعد 3 روز روزه تا میشکای در حق محمد دعا کن. هلال میگه گشته گفتن یا رسول الله شما نجات یابنده هم در دنیا و هم در آخرت هستین، شما آفتاب هم دنیا و هم آخرت هستین، شما دعای هلال ده هیچ احتیاجم ندارین. چگونه ای که عمر میگوید من وقتی که مکه مکرمه میگد فتح شد، اسلام وقتی غلبه کرد در مکه مکرمه، من اراده کردم که رفته یک عمره کنم در خانه کعبه. پیغمبر خدا میگه به جانب من گشت گفت عمر اشرکنا بشیء من دعائک ولا تنسنا. عمر وقتی تو عمره میکنی و عمره را بود میکنی یعنی حج بود میکنی، محمد را فراموش نکن، در دعات مرا وابسته بکن، در حق من دعا کن. عمر میگه وقتی این سخن من از زبان رسول اکرم شنیدم، برای من دیگر دنیا و آنچه که در دنیا بود مثل این کلمه مرا خشنود نکرد که محمد از عمر دعا طلب میکند. هلالم همچنان از پیغمبر خدا گفتن شما احتیاجی دعا ندارین ای پیغمبر خدا، لکن خدا داناست که آیا این 3 روز دیگر من حیا دارم یا ندارم. میگه از نزد رسول اکرم بیرون شدن. از بین میگه چند روز، شاید 1 روز شاید 2 روز گذشت که حضرت جبرائیل میگه پایان شد. گو یا رسول الله هلال از دنیا گذشت، هلال از دنیا گذشت، خداوند بر تو امر میکند که تکفین و تجهیز هلال خود به دست خود بکن. رسول الله میگه گشته گفتم جبرائیل چرا تو شتابان هستی، چرا سراسیمه هستی؟ گو خداوند بر من امر کرد که رسول اکرم بر فوت هلال خبر بده و بعدا رفته سری بلال بالای زانوی خود بگذار، زیرا در جای وفات کرده است که بالای سری و پر از پشه است، من مگسرانی میکنم. حضرت رسول اکرم میگه حیرت نماندن و پرسیدن که یا جبرائیل هلال در کجا از دنیا گذشت؟ گفت در خانه مغیره، غلام مغیره است، در خانه مغیره از دنیا گذشته است. رسول الله میگه به جانب صحابه گشت و گفت ای اهل اصحاب، همان جوانی که داخل مسجد شده بود و ما گفتیم که جنت مشتاق اوست، امروز جنت به این آرزوی خود نائل شد، هلال از دنیا گذشت. خدای من بر من امر میکند که تکفین و تجهیز او را و غسل او را به دست خود کن. یک جای خانه مغیره میریم. صحابه میگه یک جای خیستیم، یک جای خیستیم، میگه خانه مغیره رفتیم. مغیره دشمن خدا بود، مغیره این دشمن پیغمبر خدا بود. وقتی نزد دروازه مغیره ده میگه راست شدیم پیغمبر خدا، بر مغیره صدا کردن که رسول الله نزد دروازه توست. این بدبخت که رسول الله را نمی شناخت، این خدا زده که رسول الله را قدر شکی نمی دانست، چی گفت؟ گفت پیغمبر نزد دروازه من چی میکند؟ کجا آمد از خانه من؟ مولوی رومی چی میگوید؟ رسول را استونی حنانه بشناخت، ابو جهل آدمی و دشمنی ساخت. رسول الله وقتی میگه در بالا یک کنده خرما به مردم موعظه میکرد، برای پیغمبر وقتی یک منبری نو میگه تیار کردن، رسول الله از بالای کنده خرما فر آمدن، بالای منبر بر آمدن. صحابه میگن در داخل مسجد گویا که یک گوده گریه میکرد، نالیش در مسجد بلند شد. پرسان که پیغمبر خدا این نالیش از کجاست؟ گفت همین کنده خرما بحر من گریه دارد که من امروز او را ترک کردم، بالای منبری نو بر آمدم. رسول الله میگه پیشی بر کردن، همون کنده را آوردن در تی مناره منبر خودشان گذاشتن. میگه کنده میگه از آواز دادن مان. مولوی رومی امیر میگه که رسول را استونی حنانه بشناخت، همون خرما چوب بود، جان نداشت، عقل نداشت، لیکن پیغمبر شناخت. ابو جهل آدمی و دشمنی ساخت. ابو جهلم، این ابو لهبم،
این مغیره هم امیه ابن خلف هم همه اینا آدم بدن لکن پیغمبر را نشناختن. گفت چیکار میکند پیغمبر نزد دروازه من؟ و میگه بیرون شد. وقتی که میگه بیرون شد رسول الله را که دید، رسول الله گفت که مغیره در خانه تو دوستی از دوستهای خدا گذشته است. گفت در خانه من کسی نگذشته است، من نو از نزد دسترخوان همراه اولاد و اجدادم بودم. گفت ای مغیره، گفت من از پیش خود نیامدم، مرا خدای خود امر کرده است. مغیره در این گپ میگه دو دیله شد، خواست رسول اکرم دروغگو کند، خانه در آمد. وقتی میگه بیرون شد نگاه کرد همه خانه ده همه سلامت است، اون فرزندای بدبخت مشرکش همه زنده است. خواست که پیغمبر را دروغگو کند، در حالت میگه غلام دوید آمد گفت ای مولا، گفت ای مغیره، گفت هلال از دنیا گذشته است. میگه مغیره گفت محمد گفت عجیب گپی میزنی، از خاندان تو کسی گذشته است، از خاندان من کسی نگذشته است. یک غلامی بود وای گذشت و یک عاقل روبی من بود وای گذشت. رسول الله گفت اگر تو میدانستی که هلال کی هست، اگر تو میدانستی که هلال در کدام زینه است، هیچگاه این سخنها را نسبت ما نمیگفتی. رسول الله میگه وقتی که من داخل همون جایی که شتران اسفان همین بدبخت بستگی بود، وقتی وارد شدم میگه نگاه کردم جبرائیل یمین میگه سری مبارک هلال بالای زانو گذاشته است و پشه هایی که بالای هلال میشیشت همه اونا را از بالای سر هلال دور میکرد. نگاه کردم پای مبارکش در بالای سرگینای شتر و سری مبارک در نزد تی پای همون شتران میگه هم تفتیدگی جان به حق تسلیم کردگی است. عمر میگه گفتن یا رسول الله من خود میشویم، من خود کفن میکنم. محمد گفت هلال غریب بود، هلال یتیم بود، هلال بیکس بود، محمد هم یتیم است، محمد هم غریب است. غریب را غریب میشود. حضرت میگه دست به شستن زدن، حضرت بلال کفن کردن. وقتی میگه من حضرت عمر میگه همراه رسول الله که وقتی به قبر بردیمش، در قبر میگه وقتی که هلال داخل کردیم که حضرت در دنیا روزدار بودن، میگه دهن لحد بسته شد، رسول اکرم تبسم کردند. صحابه میگه پرسیدن یا رسول الله این قبرستان که موضع تعزیت است، موضع جای گریه است، این خنده بهر چیست؟ رسول الله گفت وقتی که هلال گذاشته شد، دو حور از بهشت در دست یک طعام جنت، در دست یک شراب از حوض کوثر نزد میگه بلال حاضر شدند. یکی میگفت بلال گرسنه آمده است طعام جنت میخورد، یکی میگفت که هلال از دنیا تشنه آمده است این آب می نوشد. یک حور دیگر آمده است میگه به جانب من اشاره میکرد ای محمد هلال در نکاح من بدرار. میگه هلال به جانب من تبسم کرد و گفت لا اريد الا هو، نه طعام میخوام نه شراب میخوام نه حور در نکاح خود میدرارم، تا جمال الهی را نبینم من به هیچ کدامی راضی نیستم. محبت بین، تا جمال خدا را من نگاه نکنم بر من نه زن لازم است نه شراب لازم است نه طعام لازم است. با این گونه از دنیا گذشتن. دشمنی را بینید. ابو لهب وقتی که در سوره شعرا آیت 214 ای را تحلیل شد وقتی نگاه کردیم، خداوند امر کرده بود است و انذر عشیرتک اقربین. محمد اولاد اجداد از خدا بترسان. تمام آن کسی که عمکی توست، تقای توست، خاله و عمه توست، همگی را از عذاب خدا بترسان. رسول الله میگه بالای کوی صفا برآمدم و گفتم ای بنی عهدی، ای بنی فهد، ای بنی هاشم. میگه وقتی از بالای صفا در مردم عرب میگه در حالت صدا میدادن که اگر یگان خطر می آمد یک کس از بالا میبرامد اعلان میکرد. تمام مردم میگه وقتی صدای محمد شنیدن همه دوام به پیش رفتن.
میگه رسول الله از بالای کوه به خویش تبارش گفت که در این مجلس ابو لهب هم اشتراک داشت. گفت امروز آیتی از جانب خدا آمد، گفت که خویش و قومیتت را از عذاب من بترسان. میگه ابو لهب از بین خیست و چی گفت؟ گفت تبا لک علی هذا اليوم جمعتنا. ای محمد تو هلاک شوی، همین روزی دراز برای همین سخن مرا جمع کردی، برای همین سخنی که ما را به سوی خدای خود دعوت میکنی برای همین دعوت کردی. بعضی مفسران میگه سنگ هم برداشت، سنگ هم برداشت، میگه به جناب رسول اکرم حواله داد. رسول الله وقتی از این معرکه ناخشنود شدند، غمگین شدند، زیرا که اگرچه اولادها همش انکار کردند لکن مثل ابو لهب مشقت و دشنام ندادند. وقتی میگه رسول الله دویم بار دعوت کرد، ابو لهب گفت آیا وقتی من دینی تو را قبول کنم از دینی تو چی فایده هست؟ رسول الله گفتند که وقتی تو اگر دینی مرا قبول میکنی تو و سایر مردم در حق برابر هستین. گو من بر این قدر دولت سهولتی که دارم برابر یک آدمی کمبغل هستم؟ رسول الله گفتند که خدا میگوید که ان اکرمکم عند الله اتقاکم. نزد من دولت و سهولت اعتبار ندارد، نزد من کسی که از خدا میترسد اونها برابر هستند. میگه ابو لهب گفت هلاک شوی با همراه این دینت که من برابری مردم کمبغل برابر باشم. میگه پیوسته از پی آزار رسول اکرم شد، آیت فرامد تبت یدا ابی لهب و تب ما اغنى عنه ماله و ما کسب سیصلی نارا ذات لهب و امرأته حمالة الحطب فی جیدها حبل من مسد. هلاک باد هر دو دستی تو ای ابو لهب شکسته باد. و شکسته شد. وقتی این آیت آمد ام جمیله که زن این ابو لهب بود که کارش میگد حمالة الحطب فی جیدها حبل من مسد، در گردن یک ریسمانی داشت، میگد کارش حیزم کشی بود، فقط خار میکشید، نزد دروازه پیغمبر و نزد در مسجد میپاشید تا که مسلمان ها آزار بیابند. این ابو لهب پهلو با پهلوی پیغمبر خدا میگد خانه داشت. وقتی رسول الله میگد در میدان که خراگ میپخت آورده همین پسمانده گوسفند و پسمانده بز میگد در دیگ پیغمبر خدا میپرتافتند. رسول الله میبرامدن غمگین میشدند. آیا میگو حق همسایگی همین است؟ دیگر حضرت هیچ سخنی نمیگفتند مگر که یک اخلاق حمیده خوبی داشتند. این ابو لهب میگه 3 فرزند داشت، یکی عتبه، یکی معتب، یکی عتیبه. این عتبه و این عتیبهش باز دامادای پیغمبر بود. اینا پیش از پیغمبری شدنش 2 دخترش رقیه و ام گلثوم در دست این 2 فرزند ابو لهب بود. وقتی این آیت کی آمد ابو لهب غمگین شد. ابو لهب در مثال یک غمگین، یک بگیم دهشت در وجودش پیدا شد که رسول الله مرا مسخره میکند، باز از خدای خود چیزی برای من آورده است. میگه در حال عتبه و عتیبه را فرمان داد که دخترهای پیغمبر را طلاق کنید. اگر شما دخترهای پیغمبر را طلاق نمیکنید پدری من بر شما حرام است. این عتبه و معتبش بعد فتح مکه باز ایمانی به پیغمبر آوردند، لکن عتیبهش به زمیانی که دختر پیغمبر که رقیهش در دستش بود طلاق داد، باز چیکار کرد؟ گفت پدر گفت من رفته گفت پیغمبر خدا را اذیت میتم. پدرش اجازت داد، مرحمت گفت رفته اذیت شده. آمد میگه در پیش پیغمبر دختر پیغمبر را طلاق داد و گفت که ای محمد، گفت من آیت اذا نجم الهوا الذي اذا تدلل را انکار میکنم. این آیت چی است؟ پیغمبر خدا میگه ستاره ها، خداوند قسم خورده است با ستاره هایی که در آسمان است. بعضی مفسران میگه برای چی خداوند با ستاره ها قسم خورد؟ میگه برای که عدد ستاره نامعین است،
دوم این که به نهایت حرکت کلان دارند و هر یک ستاره آسمان چندین برابر از زمین کلان است. برای با قدرت خودش خداوند قسم خورد. الذی اذا تدلی، پیغمبر خدا گفته بود که به نزد من جبرائیل میفراید، بر من وحی میارد. این عتیبه گفت که من با اون ستاره هایی که خدای تو قسم میخورد و با این جبرائیلی که تو میگوی من این کار میکنم، اینا را باور نمیکنم. باز بازم این چیکار کرد؟ میگد دهنش میگد پر از خطوف کرد و با پیغمبر خدا حواله کرد. توف به اندام پیغمبر پرتافت. صاحب قرطبی میگد هزارها شکر که میگد این توف بدبخت در چهره پیغمبر خدا نافتید. لیکن پیغمبر خدا چی گفت؟ دست برداشت گفت اللهم سلط علیه کلبا من کلابک. خدایا گفت این بدبخت، این روسیا را به سگ از سگهای خودت گفت مبتلاش بساز. ابولهب همراه 3 فرزندش دائم که تجارت میکرد به شهر سوریه میرفت. هر 3 فرزنداش خطی میگد رهسپار شد، به شهر شام رسیدن. در یک دهه میگه قرار گرفتن. مردم اون دهه آمد گفت در اینجا شیرها بسیار است، آدمها را شکار میکنن، خوب میشد که از اینجا دورتر میرفتین. ابولهب گفت من فرزند خودم در بین شترها میخوابانم و عسکر در اطرافش میمانم، هیچ کس بر این زیان و زلال داده نمیتواند. لیکن وقتی که خدا خواسته باشد، وقتی که قدرت خداوندی که بالای کسی نرفته باشد، اگر در داخل قصر باشد که به منزله سوزن سوراخی نداشته باشد، حکم خدا اونجا داخل می شود. میگه در بین خوابید همان سگی که از سگهای خدا را پیغمبر دعا کرده بود، شیر از شیرها میگه پیدا شد و میگه با بالای شترها میگه قدم میزد، شتر میگه از جاش نمی جنبید. آمد میگه بو میکشید، هر عسکر بو میکشید. به ناگاه میگه به راس عتیبه رسید. بر زمان میگه از گلوی این بدبخت میگه داشت و میگه پاره پارش کرد. سحر میخیزند این بدبخت در چی حالت میبینند؟ در حالتی که دعای پیغمبر خدا در حق این ناکس تأثیر کرده بود. دشمنی هم جزای خودش میگیرد. راه بد مرو که بد افتی، چاه در راه مکن که خود افتی. البته هر کسی که برای اسلام، برای قدر پیغمبر شه، برای قدر یک عالم پس کردن میخواهد، انشاءالله البته ما به خود یک خدای داریم، یک خدای داریم که قصاص همه ما را از ظالمای ما میگیرد. هر کی با شمع خدا سازد پفو، کسی میخواهد که این شمع، این قرآن، این نور اسلام خاموش کند. رومی چی میگد؟ هر کی با شمع خدا سازد پفو، شمع کی میرد بسوزد پوزی او. این شمع نمیمیرد دیگر، این روشنی قرآن باز روشن میشود، این نمیمیرد مگر پف کننده را زبان و دهانش میسوزد. چراغ احمدی را حق بیافروخت، کسی پف کرد ریشی خیش را سوخت. این بود مختصراً از حیات محبت صحابه پیغمبر با پیغمبر خدا و از حیات دشمنهای پیغمبر خدا که مناسبت پیغمبر چی دشمنی ها کردن و چی جزاها دیدن. البته ما و شما شنیدیم. کار کنیم که ما و شما امت نوگی زبانی نشیم. کار کنیم که هر یک زمان ایمان ما عوض نکنیم. بر سر بنده مومن مصیبت ها و مشکلات ها هر زیلش بسیار می آید. ما و شما صبر کننده باشیم. با اندک مصیبتی که بالامون می آید در حال شکست دل نشیم، بلکه چیکار کنیم تا چند محبت ما و شما قویتر و زیادتر در دل ما و شما شود. زیرا رسول الله خود گفتند مصیبت اول به سینه پیغمبرها، بعد بر عالمها، بعد بر اولیاها، بعد به جمیع مردم آمده میرسد. رسول الله را وقتی میگد ایمان می آوردن چی میگفتن؟ میگفتن مادامی بر من ایمان آوردی دروازه فقر برای تو گشاده می شود. یعنی دروازه تنگ دستی و دروازه های مصیبت بالای تو گشاده می شود. تو چیکار نکن شکست دل نشه. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. پروردگارا
محبت پیغمبر خدا را در دل همه ما بندگانت زیادتر بساز. خدای مهربان، فردای قیامت که خود وعده کرده ای ولسوف یعطیک ربک فترضی، ای محمد زود است که من ترا بیرق شفاعت میتم تا آن زمانی که اگر تو از من راضی نشوی من بیرق شفاعت را از دست تو نمیگیرم. خدایا از این شفاعت پیغمبرت اهل این امتات برخوردار بساز. خدای مهربان روز به روز، ساعت به ساعت، دقیقه به دقیقه امت رسول اکرم در روی دنیا صفش زیادتر بساز. ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق و انت خیر الفاتحین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادرانی که در اینجا خیر احسان ها کردند، خدای خیر احسان ها را به درگاهش مقبول بسازد. مرادها و مطلوب هایی که دارن برآورده خیر، بیماری هایی که دارن خدای با بیماری های شفای کامل، شفای عاجل نصیب و روزی کند. یکی از بیماری ها اینجا بابای شفیع که محله ما چندین سال از بیمار است، نشستگی است. خدای شفای کامل و شفای عاجل این بنده هم نصیب و روزی بسازی. گذشتگانی که از ما و شما گذشتند از این العزيز الغفار مكور الليل على النهار تذكرة لأولي القلوب والأبصار وتبصرة لذوي الألباب والاعتبار. أشهد أن لا إله إلا الله البر الكريم الرؤوف الرحيم، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله الهادي إلى صراط مستقيم والداعي إلى دين قويم صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر النبيين وآل كل وسائر صالحين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن والرضوان من الله وذلك هو الفوز العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم موضع صوت من الجنة خير من الدنيا وما فيها رواه البخاري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. همه شما را بنده های خدا به این روز عید، به این روز بندگی خدا، به این بهترین روز از این هفته تبریک و تهنیت میگویم. و پیش از آنه که همراه شما دعا کنیم در این ساعتهای خیلی پر ثواب و پر اجر، خداوند در قرآن می‌فرماید و اما من خاف مقام ربه و نهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. موعظه‌ای که داریم برادرای عزیز و گرامی، اطراف جنت و نعمتهای اوست. جنتی که آرزوی همه ما و شماست، جنتی که شنیدن نعمتهای او انسان بیقرار میگرداند و انسانی که ایمان کامل دارد بعد شنیدن وصف جنت پروردگار همیشه آرزوی او این است که تیزتر و زودتر وارد این جنت جاودانی شود. پروردگار در این
آیت مبارکه فرمود ای بندگان خدا، اگر شما خواهید که باششگاه شما، راحتگاه شما، مکان شما جنت باشد، شما در دنیا علیه نفس خودتان مبارزه برید. این نفس بدخواهی که فقط شما را میخواهد به آبرو کند، به عزت کند، نفسی که گفتی صاحب 4 کتاب نفسی بد را هر کی سیرش میکند در گناه کردن دلیرش میکند. این نفسی که خواهش های خیلی زیادی پرگناه دارد. وقتی انسان خواهشات این نفس اجرا میکند، یقین معلوم است که او از این جنت پر نعمت محروم میگردد. و این خاطر پروردگار ما را راه جنت فهمانید، داخل شدن جنت را برای ما راهش را نشان داد، اینکه علیه این نفسی که دشمن شماست مبارزه برید. بندگان نفس را صد حیف نام بندگی، بنده صادق همان که رو به مولا می کند، بی خبرها در فریب عشرت امروزه اند، با خبرها روز و شب انجام فردا می کنند. پروردگارا ما را هیچ وقت مطیع نفسمون مگردان. خدایا خواهان او هستیم که ما را سردار و رهبری نفسهای خودمان گردان. خدایا آن خواهشات های نامعقول و نادرستی که از نفسهای ما سر میزند، خدایا برای ما چنان توفیق و قوت نصیب بگردان که خواهشات این نفس اجرا نکنیم. و خدای مهربان همه ما قسم به عزتت، قسم به بزرگیت، در دلمان آرزوی جنت داریم، خواهش جنت داریم. پروردگارا بعد آنه که این امانت، این جان از ما قبض میکنی، خدایا ما را وارد همون باغت گردان. و خدایا ما را از بندگان صادقت گردان. و خدایا برای ما آنچنان توفیق نصیب بگردان که در این دنیا ذخیره های عمل های نیک ما زیاد باشد، تا که ما در روز قیامت در پیشگاه عظمتی تو در خجالت نمانیم. خدایا گذشتگان ما رحمت و مغفرت بگردان. خدایا بیماری ها ما شفای کامل نصیب بگردان. خدایا مسافرهای ما را صحت و سلامت به خاندانشان برسان. ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق و انت خیر الفاتحین. آمین یا رب العالمین. عن عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم لقيت إبراهيم عليه السلام ليلة أسري بي فقال يا محمد أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة تربة وعذبة الماء وأنها قيعان وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. رواه الترمذي وقال حديث حسن. حبیب خدا که عبدالله ابن مسعود این جان فدای در راه خدا، این پشتیبان رسول اکرم صلی الله علیه و سلم، این شمشیر بدست علیه کفار، از حبیب خدا، از منظره که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم از این سخنی که از زبان پیغمبر برآمد و گوش ما میرساند که
رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمود من با ابراهیم علیه السلام در شب معراج ملاقات داشتم. لیلة اسری بی، همون شبی که پروردگار ما را نزد خودش دعوت کرده بود، همون شبی که در براق ما را سوار کرد، همون شبی که جبرائیل جلودار براق ما بود، همان شب ما با ابراهیم علیه السلام ملاقات داشتیم. شب برنشست، شب برنشست از فلک درگذشت و تمکین و جاه از ملک درگذشت. همان شبی که حضرت سعدی میگوید من برای شما یادآوری کنم که همان شبی که پیغمبر خدا همه ملائکه ها را گذشت، شب برنشست از فلک درگذشت و تمکین و جاه از ملک درگذشت. چنان گرم در تیه قربت براند که به سدره جبرائیل از او باز ماند. آنچنان حبیب خدا حرکت داشت به سوی آسمان که عند سدرة المنتهى عندها جنت المأوا. پروردگار در سوره نجم میگوید که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم دویم بار جبرائیل به صورت اصلی خودش میگن نزد سدره دادید، نزد همون جنتی که نزد همون درخت سدره که رسول اکرم گفت برگهای او مثل گوش فیل بود، میوه های او مثل کد و کلام بود. زیباگیش من شهر داده نمیتانم، لیکن از جانب راست این درخت من جنت دیدم. نزد او میگوید من با جبرائیل رأیت جبرائیل بالافق الاعلی له 600 جناح. جبرائیل دیدم، گفت وقتی نظر میکردم آسمان دیده نمیشد، زمین دیده نمیشد، فقط آن چی میدیدم پرهای جبرائیل بود. قسم به نام خدا گفت حساب کردم 600 بال داشت. حضرت جبرائیل 600 بال. یتناثر من ریشه الدر والیاقوت. رسول اکرم گفت از سرهای پرهای جبرائیل در و یاقوت شلشله میکردن، آواز میدادن. دویم بار گفت در آسمان من دیدم، یک بار به صورت اصلی در زمین دیده بودم، دویم بار نزد سدره همون درختی که از کنار راست او جنت است، اونجا گفت جبرائیل به صورت اصلی خودش دیدم. اون قوتی که خداوند در پرهای جبرائیل گذاشته است الله خودش اون قوت میداند. قوم لوط علیه السلام همه ما و شما میدانیم، اون خداوندی که هنگام سحر کرد قوم لوط را زیر و زبر، همون قوم لوطی که بچه بازی میکردن، پروردگار قهاری و جباریش بیدار شد. جبرائیل امر شد که رفته این حکومت ایاردن ایاردن امروزه است، این حکومت ایاردن میبرداری و چپه میکنی. وقتی میگوید آمد جبرائیل با لوط ملاقات داشت، گفت پروردگار امر کرده است از قسم سحر این قوم تو باید که چپه شود. راویای اخبار میگویند جبرائیل با این 600 بال خود آمده بود، با نیم بالش این دولت برداشت و چپه کرد. با نیم بالش، با نیم پر، نیمی از پرش این دولت کلان برداشت و به خاک زمین پرتافت. همین جبرائیل میگه به صورت اصلی خودش من در همون نزد سدره دیدم. لیکن بزرگی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم شما گوش اندازین که در پیشگاه پروردگار از 10 جبرائیل دیدم محبوبتر محمد است صلی الله علیه و سلم. به آنجای رسیدم که سدره نام داشت. به سدره جبرائیل از او باز ماند. نزد سدره در رسیدم، نگاه میکنم جبرائیل در اطرافم نیست. بدو گفت سالار بیت الحرام که ای حاملی وحی برتر خرام،
که در دوستی مخلصم یافتی، عنانم ز صحبت چرا تافتی؟ نزد صدرت را نمیبینم و تو همیشه همراه من بودی، و برای چی نزد صدرت نمی آیی؟ میگه جبرائیل صدا دادن. جبرائیل چی گفتن؟ اگر یک سری موی بالاتر پرم، فروغ تجلی بسوزد پرم. قسم به نام خدا گفت اگر یک سری مو از این موضعی که من هستم اگر بالاتر برم، نور الهی پری مرا میسوزد. اون جانبش حق که توست، گفت تو پیش رفتن بگیر. همون شب معراج است، شبی که در آسمان دوم زکریای ابن یحیی را حضرت یوسف زیارت کردن رسول اکرم صلی الله علیه و سلم. اونا با پیغمبری رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بشارت دادن، تبریک گفتن. و بعد از آن آسمان سوم رفتم، حضرت یوسف در بهترین جمال دیدم، با او سلام کردم، اونم با ما سلام داد، ما را تبریک گفت برای آمدن ما نزد پروردگار، که این کاری که بر رسول اکرم انجام یافت به هیچ پیغمبر انجام یافتگی نبود. آسمان چهارم آمدم، حضرت ادریس علیه السلام خطی ملاقات کردم، حبیب خدا میگوید. آسمان پنجم آمدم، حضرت عمران دادر حضرت موسی علیه السلام خطی اونجا ملاقات کردم. آسمان ششم دا آمدم، با خیلی یک سکه خوب، با یک چهره خیلی با هیبت، با حضرت موسی علیه السلام زیارت کردم. لیکن وقتی من از پیش موسی می رفتم، رسول اکرم گفت موسی به نهایت گریان شد. از او پرسیدن موسی برای چی گریه میکنی؟ گفت گریم برای این است که اولین پیغمبری که در جنت می خفت و وارد جنت می شود، این انا همین جوان محمد است صلی الله علیه و سلم. و گریه من این است که بعد محمد اولین امتی که جنت می درآید امت محمد صلی الله علیه و سلم است. از پیش او بالا شدم، آسمان هفتم دا آمدم، ابراهیم علیه السلام دیدم. وقتی اونجا حضرت ابراهیم دیدم، حضرت ابراهیم علیه السلام وقتی ما زیارت کردیم، لقیت ابراهیم علیه السلام فقال اقر امتک منی السلام. حضرت ابراهیم میگوید اولین سخنی که بعد سلام با ما آغاز کرد این بود: ای محمد، وقتی به زمین میروی نزد امتت از نام ابراهیم به همه اونا سلام برسان. حضرت ابراهیم به همه ما و شما از امت اول تا آخر قیامت هر کسی پیروی تو میشود، ای محمد سلام مرا برای او برسان. ابراهیم پروردگار در قرآن واتخذ الله ابراهیم خلیلا، خدا در سوره نساء بیان میکند که ابراهیم ما خلیل خود اعلان کردیم. او خلیل ما بود، او دوست ما بود. ما کان ابراهیم یهودیا ولا نصرانیا ولكن کان حنیفا مسلما و ما کان من المشرکین. پروردگار میگوید ابراهیم نه یهودی بود، ابراهیم نه نصرانی بود، بلکه از یهودی و نصرانی خالی بود. او مسلمان بود و مشرک نبود و موحد، انسان موحد بود و یگانه پرستی پروردگار همیشه پشتیبان بود، اعتقاد داشت. حضرت عباس میگوید، عبدالله ابن عباس، حضرت ابراهیم وصف میکند که کان آخر قول ابراهیم حین القی فی النار حسبی الله و نعم الوکیل. آخران جمله که ابراهیم وقتی نمرود منجنیق تیار کرد و
در منجنیق بار کرد و خواست در آتش پرتایش. وقتی در آسمان میگوید حرکت میکرد ابراهیم، جبرائیل در کنارش بود. گفت ابراهیم گفت کمک لازم است، یاردم لازم است. حضرت ابراهیم گفتن بله. گفتن یاردم لازم است، کمک لازم است، لکن از تو کمک طلب ندارم، فقط از الله کمک طلب دارم. آخران کلمه حضرت ابراهیم وقتی به آتش می آمد همین بود: حسبی الله و نعم الوکیل. بس است مرا پروردگار، بس است برای من دستگیر الله، دیگر از یگان جای امید ندارم و کمک طلب نمی کنم. لیکن عجیب یک قصه غم انگیز دارد ابراهیم علیه السلام. پیش از آنی که من جنت چگونه حضرت ابراهیم وصف کردند، یک قصه دارد که روز قیامت همراه پدرش عجیب ملاقات دارد. حضرت ابراهیم، همه ما و شما میدانیم که ابراهیم و پدرش از دنیا کافر گذشتند. پدرشان آزر بود، بت تراش بود، بت پرست بود. در صحیح بخاری میگذرد این قصه: یلقا ابراهیم و اباه آزر یوم القیامه و علی وجه آزر قطرتون و غبره فیقول ابراهیم. روز قیامت پروردگار میگوید ابراهیم با پدر خود آزر ملاقات میکنند، روبرو میشوند، لیکن در چهره پدر ابراهیم آزر قطرتون و غبره، چهره روی ابراهیم بسیار، پدر ابراهیم آزر بسیار گویم که خجالت است، بسیار غبار آلود است، بسیار ناراحت است. وقتی ابراهیم پدر خود میبیند آزر در این احوال، به سوی پدر میگردد و میگوید: الم اقل لا تعصینی، ای پدر، آیا من تو را در دنیا نگفته بودم که نزد من ده عاصی نشو؟ من تو را در دنیا گفته بودم که بر من وحی می آید، من پیغمبر هستم، تو امتی من شو، پیرو من شو. برای چی در دنیا مرا اطاعت نکردی؟ این منظره هست که صحیح بخاری در این قصه میگذرد. روز قیامت حضرت ابراهیم با پدرش پروردگار روبرو میکنند. سوره مریم اگر شما خوانید از آیاتهای 43 است، والله اعلم قسم پایان او را: اذ قال لابیه یا ابتی لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا یغنی عنک شیئا. پدرش گفته بود است وقتی آمد پدرش بود میتراشید و بوت در بلندی مانده بود. آلی بوتای ما و شما بوت داریم، هیکلای کتک کتک، هر یک آدمی گویم که منصب داره و پول داره و آبرو داره به خودش هیکل میکند. امروز جوانای ما و شما گمراه شدن و اون بهترین نعمت دنیا که زن است، زن در حالت خیلی بی‌حیایی و بی‌شرمی نزد هیکلا میبره که همگی گناهگار در پیش خدا هستین. همون هیکل میگد ابراهیم تراشید، پدر ابراهیم تراشید و نزد او از او حاجت طلب کردن گرفت. ابراهیم آمد این حالت دید، گفت: ای پدر، لما تعبد ما لا يسمع، آیی چی از تو عبادتش میکنی؟ آخی نمیشنوه صدای تو را. ولا یبصر، آیی چشم نداره تو را ببیند. ولا یغنی عنک شیئا، قسم به خدا گفت هر مشکلات بالا بیاد این مشکلات تو را دور کردن نمیتواند. فرزندش به پدرش میگفت: آلی جوانای امروز از ما میپرسند که پدرم بیراه است، در حقش دعا کن، پدرم فلان است فلان است، آیا ما حقی او را امر معروف کردن داریم یا نداریم؟ ببینین دلیل حجت این است: ابراهیم پدرش امر معروف میکرد، دعوتی به سوی خیر میکرد. یا ابتی اینی قد جاءنی من العلم ما لم یؤتیک ما لم یأتیک فاتبعنی اهدیک صراطا سویا. ای پدر گفت مرا علم آمده است، مرا وحی میاد از پیشگاه پروردگار که تو علم نداری، تابع من شو، من راه راست برای تو نشان میدهم. سوره مریم 10 است. در دوام که یا ابتی لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا. ای پدر گفت شیطان عبادت نکن،
شیطان در پیشگاه پروردگار گناهگار است. یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا. پدر گفت من میترسم این که تو با سبب این عملها فردای قیامت در عذاب پروردگار روبرو بشوی. تو برای شیطان دوستی، تو برای شیطان یک مددگار هستی. لیکن پدر وقتی این سخنان را از ابراهیم شنید چی گفت؟ قال اراغب انت عن آلهتی یا ابراهیم لئن لم تنتهی لارجمنک واهجرنی ملیا. گفت با این سخنات من این فهمیدم که تو از همین خداهای ما روی گردانیدی، تو پیرو همین خداهای ما نیستی، تو همین دین بابا و اجداد تا گفت بیکار کردی. ابراهیم گفت اگر از همین گفتهات باز نمیستی تو را سنگسار میکنم، از پیشم دور رو. گفت قال سلام علیک ساستغفر لك ربی انه کان بی حفیا. ابراهیم وقتی این سخنی خیلی قبیح از جانب پدرش که شنید گفت از پروردگار در حق تو طلب مغفرت میکنم. مفسرای کرام میگویند طلب مغفرت کردن پدر تای، برادر تای، رفیق تای اگر مشرک و کافر باشد حق نداری. میگد اینجا ابراهیم نمیدانست که پدرش از دنیا کافر میگذرد. گفت در حق تو من طلب مغفرت میکنم زیرا من در پیشگاه پروردگار قدر و منزلتی دارم. اکنون ابراهیم در روز قیامت همین واقعی که در دنیا با پدر خود کرده بود پیش روی پدرش میکشد و میگوید ای پدر، من در دنیا تو را نصیحت کرده بودم، من تو را گفته بودم که پیروی من شو، من راهی راست به تو نشان میدهم، چرا مرا عاصی شدی؟ پدرش آذر چی میگفته است در قیامت؟ فالیوم لا اعصیک. فرزند عزیز گفت امروز این منظره را میبینم خیلی ناراحت کننده است، خواهش میکنم. ابراهیم گفت از پروردگار در حق من طلب مغفرت کن، از امروز اعتبارا من تو را نافرمانی نمیکنم. پدرش گفتند. حضرت ابراهیم میگوید جانب پروردگار گشت و گفت انک وعدتنی ان لا تخزینی یوم یبعثون. پروردگار تو در دنیا مرا وعده داده بودی که من در آخرت تو را خارج نمیکنم، من در آخرت تو را عزت میدهم، من در آخرت همه حاجت برآورده میکنم. آخر از این خاری هست این پدر من در کدام احوال است؟ پروردگارا خلاصی پدر من از نزد تو میخواهم. پروردگار چی گفت؟ یا ابراهیم انی حرمت الجنه علی الکافرین. ابراهیم ما جنت برای کافرها حرام گردانیدیم. در جنت انسانی که کفر ورزید، خدا را ناسپاسی کرد، علیه قانون خدا مبارزه برد، جنت برای او حرام است، اون جنت نمی درآید. یا ابراهیم ما تحت رجلیک. ابراهیم زیر پات نگاه کن. پروردگار میگه امرش میکرده است زیر پات نگاه کن. فلینظر ابراهیم زیر پاش نگاه میکنه. بیزیخ ملتطیخ، میبینه یک شغال است در تای پاش. ولی حیوان شغال در حدیث پیغمبر خدا آوردن زیرا که پسترین حیوان شغال است. این شغال بسیار پسترین است، بسیار بی شرف است، بسیار بی اندیشه است در بین حیوان ها. ابراهیم میگوید وقتی نگاه میکنه در زیر پاش یک شغالی که خیلی آلوده آب و خاک و دود و هر چی در چهره او هست. فیأخذ بقوائم و یلقى فی النار. ابراهیم از پشت همین شغال میداشت است و همتا در آتش دوزخ میپرتافت است. این چی بود؟ این کافرها بودند. کافرها را خدا به صورت شغال میدرارد. انسانهایی که در دنیا همچنان اگر کفران نعمت میکردند، در پیشگاه پروردگار کفر میورزیدند، اونا را خداوند در صورت شغال که پسترین حیوانی الهی هست به همین صورت مبدلشون میکرده است. پس همین ابراهیم رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگوید من در همون هفتم آسمان با او ملاقات کردم.
بعد سلام چی گفت؟ بعد آنه که سلام بر امتات رسان گفت ان الجنة طیبة تربه، برای امتات خبر بده که زمین جنت از مشک عبارت است. حضرت عباس پرسیدن مال ارض الجنه، زمین همین برای ما بیان کن زمین جنت چه زمین است؟ مرمرة بیضاء من فضة کأنها مرآة. ابن عباس گفت زمین جنت گفت مثل نقره است، نقره سفید. در این نقره سفید وقتی نظر میکنی مثل آینه روشن است گفت. حضرت ابراهیم هم گفت زمین جنت گفت از مشک عبارت است. طیبة التربه، بوی خوش دارد. عذبة الماء، آبهای جنت به نهایت خنک است. حضرت ابراهیم بیان دارد. این حدیث ترمذی است، حدیث حسن است. زمینش بسیار بسیار مشک است، زمینش بسیار خوشبو است. بعد از آن آبهاش به نهایت خنک است. و انها قیعان، حضرت ابراهیم گفت کلانی جنت وصف کردن نمی شود. آنقدر کلانی هست که انسان هیچ وقت مساحت او را بیان کردن نمی تواند. عرضها السماوات والارض. خداوند در قرآن بین زمین و آسمان پهنای جنت بیان میکند. این چیزی که کلان باشد میگیم بین زمین و آسمان کلان است. لیکن از این دم دیدن جنت وسیع است، جنت کلان است. حضرت ابراهیم گفتند انها قیعان، این جمع قاع است، یعنی به نهایت وسیع است، حدود ندارد، مساحت ندارد. من برای آن که حد جنت چقدر وسیع است، برای پسترین جنت پروردگار چه مقدار زمین جدا میکند، چه مقدار عمارت برای شما میدهد، از حدیثی که متفق علیه است، همه کتب احادیث او را روایت میکند. باز برای ذهن شما کلان شدن، برای آن که شما خوبتر فهمین، از این حدیث رسول اکرم من برای شما بیان میکنم. این حدیث هم راویش عبدالله ابن مسعود است که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفتند کانی اعلم آخر اهل النار خروجا منها و آخر اهل الجنه دخول الجنه. حبیب خدا گفتند من میدانم آخران نفری که از آتش دوزخ میبراید و میدانم آخران شخصی را که جنت میدراید. من میدانم که کی آخران بار از دوزخ بیرون میبراید. عقیده اهل سنت و جماعت برادرای عزیز همین است که بعض مؤمنهای گناهگار برای گناه داشتگیشان در دوزخ پروردگار میسوزند، عذاب میکشند. بعد این گناه ها سپری شدن، خداوند از داخل دوزخ اونها را با جنت میارد. مقصد برای مؤمن، برای انسانی که ایمانی به خدا دارد، هیچ وقت مخلدی در دوزخ نمیماند. مخلدی در دوزخ، دائمی در دوزخ ماندن فقط و فقط برای اهل کفار است. حبیب خدا گفتند من میدانم که آخران نفری که از دوزخ میبراید و آخران نفری که جنت میدراید کیست؟ من میدانم. رجل یخرج من النار حبوا. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفت همون انسانی که آخران آدم از دوزخ بیرون می شود با زانوهاش ره می گردد. بسیار افگار است. پروردگار وقتی از دوزخش بیرونش می کند میگه ببینید یخرج من النار حبوا. حبوا در حدیث دیگری که پیغمبر خدا گفتند اگر شما دانید که ثواب نماز با جماعت بامداد و ثواب نماز با جماعت خفتن چه مقدار است،
اگر تا زانوهاتان پایهاتان نباشد با زانوهاتان کشاله کنان به مسجد می آیید. انا همون حبوه همینجا استفاده می شود که از دوزخ می براید، گویا که پایهای او وجود ندارد، کشاله کنان به زانوهای خود راه می گردد. فیقول الله عز وجل له اذهب فادخل الجنه. پروردگار وقتی این بنده که از گناه تازه شد، موافقی گناهش سوخت، عذاب کشید، پروردگار با او خطاب میکرد است: ای بنده من، رو به جنت درآ. اذهب فادخل الجنه، رو جنت درآ. فیاتیها، حبیب خدا گفت این مرد به سوی جنت می رود، به سوی دروازه جنت می رود. فیخیل الیه انها ملأه. وقتی جنت می آید به خیالش این که جنت پر شده است، دیگر جای نیست. این انسان می درآید جنت، نگاه می کند همه کوشک های جنت پر از جنتی هاست. گمان می کند، به خیالش می گذرد که در جنت دیگر جای نیست. ببینید ملأ، پر از جنت. فیرجع فیقول یا ربی وجدتها ملأ. ای پروردگار، ما را سفارش دادی که جنت درآ، من جنت در آمدم، در جنت جای خالی ندیدم، همه پر. فیقول الله عز وجل اذهب فادخل الجنه. باز پروردگار امرش میکرده من به تو سفارش میدهم، رو جنت درآ. فیاتیها فیخیل الیه انها ملأ. باز بنده می آید، باز جنت می درآید، نگاه میکند به خیالش این که، ببینید اینجا خیال، کلمه خیال استفاده می شود، به خیالش این که جنت پر است، هیچ جای ندارد. باز می گردد می آید، یا ربی وجدتها ملأ. ای پروردگار، خود جنتی تو را من پر یافتم و به فکرم که دیگر جای نیست در جنت. پروردگار دفعه سیوم چی میگوید؟ فیقول الله عز وجل فیقول الله عز وجل. بشینین بچه ها، بشینین. پروردگار دفعه سیوم با این بنده خود میفرماید اذهب فادخل الجنه فإن لك مثل الدنيا وعشرة امثالها. ای بنده، رو به جنت درآ، برای تو ما در جنت فإن لك مثل الدنيا وعشرة امثالها، ما برای تو در جنت دنیا را مساحتش چی مقدار بود؟ همون دنیایی که تمام مردم ملت در بالای زندگی میکردند چه مقدار بود؟ ما برای تو در جنت مثل دنیا زمین جدا کردیم و عشرة امثالها، قسم به بزرگیم 10 برابر دنیا برای تو جای دارم، 10 برابر دنیا برای تو جای دارم، رو در جنت درآ. بنده وقتی این سخن از پروردگار میشنیده است چی میگفته است؟ فیقول اتسخر بی او تضحک بی و انت الملک. ای پروردگار، تو ملک هستی، تو پادشاه هستی، تو قدرت های خیلی به همتا داری. هو الاول والآخر والظاهر والباطن. تو پروردگار اول هستی، تو پروردگار آخر هستی، تو ظاهر هستی، تو باطن هستی، تو میمیرانی، تو حیات میدهی، همه در ید قدرت توست. من تسلیم هستم، لیکن پروردگار مرا مسخره میکنی؟ اتسخر بی؟ مرا مسخره میکنی؟ 10 برابر دنیا برای من زمین میدهی؟ آقا در دنیای بنده های تو برای یک وجب سال ماش خری میکردن، برای یک پارچه زمین آخر سالهای دراز با یکدیگر گپ نمیزدند، با یکدیگر ذات به ذات کاری میرفتند.
و برای یک پارچه زمین چه بدبختی ها در روی دنیا برپا میکردن. ولی امروز برادرای ما و شما اکثریتش 5 وقت نماز میخوانه، جمعه را میخوانه، پهلو با پهلو نشستگی است، با یکدیگر قهری هستند. ای برادر عزیز، هم حدیث ابن ماجه است، هم حدیث ابو داود است: لا یحل لمسلم ان یهجر اخاه فوق 3. پیغمبر خدا میگه حلال نیست برای شما بنده های خدا از 3 روز دیده زیاد شما در حلال نیست که قهری ایستید، حلال نیست برای شما. فمن حجر فوق 3 فمات دخل النار. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفت بنده خدا سخن مرا قبول نکردی، از 3 روز دیده زیاد قهری ایستادی، عاقبت دوزخ است. گفتند تو وقتی از دنیا میگذری تو دوزخ میروی. این منده حیران میشود که 10 برابر دنیا پروردگار برای او عمارت جدا میکند. از این خاطر میگردد میگوید مرا پروردگار را مسخره میکنی؟ اتسخروا بی او تضحکوا بی؟ پروردگار تو بالای من میخندی؟ حالا که حق خندیدنم دارم، حق خندیدنم پروردگار داری تو، لیکن بر من میخندی؟ عبدالله ابن مسعود میگوید رأیت رسول الله صلی الله علیه و سلم ضحک حتی بدأت نواجزه. عبدالله ابن مسعود میگوید این معامله که خدا کو با بنده کرد، این معامله در روز قیامت با بنده خود کرد، پیغمبر خدا را در خنده آورد. میگوید عبدالله میگوید پیغمبر خدا را دیدم که میخندید حتی بدأت نواجزه، حتی دندانهای کرسیش میگه دیدیم از خنده کلامش. که این منظره را ببین که پروردگار برای بنده خود 10 برابر دنیا در جنت چکار میکند؟ در جنت زمین با عمارت جدا میکند. رسول اکرم گفتند ذالک ادنی، ببینید ذالک ادنی اهل الجنه منزلتا، این 10 برابر دنیا عمارت جدا کردن و زمین جدا کردن برای پسترین اهل جنت است. میدانین ذالک ادنی اهل الجنه منزلتا، این برای پسترین اهل جنت 10 برابر دنیا پروردگار جای میدهد، مکان میدهد، عمارت میدهد. چه عمارت میدهد؟ بیایید به حدیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم از عمارت جنت من بیان میکنم. ان للمؤمن فی الجنه لخیمه من لؤلؤه واحده مجوفه. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفتند از برای مؤمن در جنت خیمه هست، خانه هست، من لؤلؤه واحده مجوفه. زیبا بیان میکند این عمارت، این عمارتی که خداوند برای بنده خود در جنت آماده کرده است از لؤلؤ است. لؤلؤ از غیشت نیست، از غیشت خام و پخته نیست، از خاک این دنیا نیست، بلکه از لؤلؤ است. لؤلؤ، اون لؤلؤ اگر 1 کیلوی او در دنیا باشد خدا داناست که بودجه تمام دنیا را بسنده است. 1 کیلوش اگر در دنیا باشد، 1 کیلوی اگر لؤلؤ در همین دنیا باشد، میگن از لؤلؤ است. همون عمارتی که پروردگار برای جنتی ها در جنتش بنیاد کردگی است، منتظر اهل جنت است. مجوفه، لؤلؤی که میگه کاواکی ها دارد، مقصد زیبندگی ها دارد. بلندیش چند است؟ طولها 60 میلا. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفت آن عمارتی که ای بنده های خدا من از پروردگارم امید دارم و باوری دارم، ای بنده های عزیز انشاءالله خدا خواسته باشد شما این عمارت ها داخل میشوید، انشاءالله این عمارت ها بهر شماست، برای شماست. حبیب خدا میگه 60 میل این عمارتی که از لؤلؤ ساخته شده است که انداوه او، انداوش ما و شما انداوه را خاک مثال که و دیگر استفاده میبریم، انداوه هاش از مشک است. مشک چه بوی زیبایی دارد. بلندیش میگه 60 میل است. 60 میل. امام نووی میگوید 1 میل 6000 ذراع است. 6000 ذراعش 30 کیلومتر میشود.
اگر 60 به 30 ما اگر ضرب کنیم، یک عمارتی که خدا در این 10 برابر دنیا برای پسترین جنت میداده است، بلندیش 180 کیلومتر است. قسم به بزرگی. موعظه ای که جمعه پیشین داشتیم در باب احترام پدر و مادر بود و البته خیلی موضوع جالب و موضوع خیلی لازمم برای همه ما و شما هست. پیش از آنی که دوام این موضوع را برای شما باز وسیع‌تر و پرتر کرده بیان کنیم، اولا حدیث از پیغمبر خدا را برای شما تحلیل میکنم. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میفرماید: من استيقظ من نومه وقلبه معلق بالمسجد فكأنما احیا لیلة القدر. پیغمبر خدا فرمودند کدام از امت من هر آینه سحر از خواب بیدار می شود و در دل او معلق بالمسجد، در دل او نیتی هست، اراده هست، مقصد هست. چی مقصد است؟ این که امروز من نمازهای خود را در مسجد ادا میکنم. هرگاهی که اگر امت من با این نیت از خواب بیدار شود و بعد بیدار شدن در دلش و ارادهش همین مقصد و همین نیت را جایگیر بسازد، رسول اکرم چی گفتند؟ هدیه اینا، مکافات آن کسی که سحر با مقصد در مسجد نماز با جماعت خواندن یا 5 وقت نماز همان روزه را در مسجد ادا کردن، رسول الله هدیهش گفتند که فکأنما احیا لیلة القدر، همچنان است که با این نیت نیکش ثوابش ثواب همان عبادت شب قدر را نائل می گردد. لیلة القدر خیر من 1000 شهر. خدا در قرآن می گوید شب قدر عبادتش به چی برابر است؟ یک شب عبادت شب قدر به 1000 ماه در راه خدا عبادت کردن انسان نائل می گردد. یک نیت سحر که شما به نیت مسجد در جاگه خواب خود یا بیرون از جاگه خواب خود نیت میکنید، خداوند 1000 ماه عبادت را در نامه اعمال هر کدام شما کتابت میکنه. خوش به حال آن برادرانی که در مسجدهایی که در محله و شهرهای خود دارند با این مقصد سحر بیدار میشوند، طهارت میکنند، از نماز جماعت بامداد سر کرده تا خفتن نمازهای 5 وقته را در مسجد ادا میکنند. بعد این چی میشود؟ بعد این خداوند بر این ثواب و بر این مکافات بنده را نائل میگرداند. رسول اکرم میگوید حب المسجد من الایمان، دوست داشتن مسجد این چه است؟ نشانه ایمانداری انسان است. انسان ایماندار مسجد را دوست می‌دارد. رسول الله حدیث های بی نهایت زیاده در باب محبت بر مسجد و آمدن ما و شما به سوی مسجد بی نهایت حدیث های زیاده از رسول اکرم روایت شده است. در دیگر حدیث میگوید پیغمبر اذا خرج المؤمن من المسجد نادى ملك من السماء، وقتی که بنده مؤمن از مسجد بیرون می شود، یعنی بعد آنی که نماز ادا میکنیم، نماز که تمام شد ما و شما از مسجد که بیرون می شویم، نادى ملك من السماء، از آسمان یک ملائکه فریاد می زده است. چی گونه فریاد می زده است؟ افسوس که اون فریاد ملائکه ما و شما نمیشنویم. وای می گفته است استأنف العمل، ملائک می گفته است من خرج مؤمن من المسجد نادى ملك من السماء يا ولي الله استأنف العمل فإن الله قد غفر لك
ما تقدم من ذنبک. پیغمبر خدا گفته بود است هرگاهی که بنده مؤمن از مسجد بیرون می شود ملائکه از آسمان فریاد می زده است. چی می گفته است؟ می گفته است ای مؤمن، ای ولی الله، ای دوست خدا، استأنف العمل. همین برآمدگیت از مسجد بار آخر برای تو نشود، بلکه کاری کن که دائم آمدن تو به مسجد دائم و دائم باشد. زیرا که هرگاهی که تو در مسجد داخل میشی و از مسجد بیرون میشی به تحقیق خداوند گناههای تو را همگیش مغفرت میکند. که ام ولدته امو، مثل مادری که فرزند تولد میکند که هیچ گناهی در او نیست، مثل همون ما و شما در حالت داخل شدن مسجد و از مسجد بیرون شدن این مکافات نائل میشویم. البته از این حدیث ها ما و شما باید به این مقصد بیاییم که اولا محبت مسجد در دل همه ما و شما باشد. چگونه که در تعمیر خانه های خود و در بهتر کردن خانه های خود کوشش میکنیم، در کدام مسجدهایی که ما و شما محله هایی که زندگی میکنیم باید در آبادانی مسجد خودمان هر کدامان یک سهم معینی داشته باشیم و باید فکر مسجدها، آباد کردن مسجدها چه از صرف کردن مساله ساختمانیش باشد چه از عبادتش باشد باید که ما و شما البته قفامانی نداشته باشیم. خدا در سوره توبه به ما و شما چی میگوید؟ انما یعمر مساجد الله من آمن بالله و بالیوم الاخر و اقام الصلاة و آتوا الزکات ولم یخش الا الله فعسى اولئک یکونوا من المهتدین. در سوره توبه در آیت از 18 این سوره چی میگوید؟ خداوند میگوید با درستی این که مسجدهای ما را، خانه های ما را که ها آباد میکنند؟ کسانی که ایمانی بر خدا دارند، ایمانی بر روز قیامت دارند، ایمانی بر پیغمبر دارند. اینها کیا هستند؟ کسانی هستند که آباد کننده این مسجد هستند. خداوند در دوامش گفت ولم یخش الا الله، و اینها کسانی هستند که از کسی نمیترسند بجز از خدا. فعسى اولئک یکونوا من المهتدین. اگرچند که عسا در معناش به معنای رجا میاد، امید میآید، لکن ابن کثیر میگوید در هر جای قرآن که معنای عسا آمد این به معنای وجوب است، یعنی البته به البته کسانی که آباد کننده مسجد هستند خداوند اینها را در روز قیامت نجات میدهد. خوش به حال اون برادرانی که امروز در نمازهای جماعت و یا در عمارتهای مسجد کار میکنند، سهم خودشان گذاشتگی هستند. یک محجون گفتگی یک زن سیاه پوستی بود، میگه در دوره های رسول اکرم و دائم کار این مادرمان رفتن همون مسجد بود، خس و خاشاک مسجد از مسجد بیرون میکرد. روز از روزها میگه رسول اکرم به قبرستان گذر کردند و با بین همون قبرستان نگاه کردن که یک تازه قبر دیدن، یک قبر نو. گفتن که یاران من این قبر کی است؟ گفتن این قبر محجون است. گفت همان کسی که مسجد ما و شما را میرفت تازه میکرد. گفتم بله. گفتم برای چی در جنازه اون کس ما را دعوت نکردین؟ صحابه گفتن پیغمبر خدا روز گرم بود و ما نخواستیم که شما را آزار دهیم و در این روزهای سخت و گرمی شما را بیرون از خاندان کنیم. از این خاطر ما خود تکفین و تجهیز این مادر را بجا آوردیم و در بهترین صورت او را بر قبرستان برده گراندیم. رسول الله گفتند اصحاب من شما فراموش نکنین که بر کدام جنازه که من جنازه کنم و در روز قیامت از شفاعت من برخوردار میگردد و هر یک مرده که در این محله و دیار می شود البته مرا بر بالای جنازه اون کس خبر دهید. گفته رسول الله چیکار کردند؟ به سوی اصحاب این چنین امر کردند و بعدا میگه به سوی همون قبر گشت، گفت محجون آیا کدام کار دنیایی برای تو در قبر فایده آور شد؟ رسول اکرم صدا را میشنیدند و داخل قبر را میدیدند. میگه مدت ایستاد، اصحاب میگه که رسول اکرم هم سکوت کردن. بعد مدت به سوی من گشت گفت مادرمان محجون به سوی ما ندا کرد که مسجد می رفتم، مسجد تازه می کردم
دایم در آبادی مسجد بودم و همین سبب شد که من از فتنه های قبر نجات یافتم. و رسول اکرم گفتند خوش به حال اون بنده‌ای که در آبادانی مسجد سعی و کوشش دارد. در این باب البته گپ‌های زیاد در فضیلت مسجد موجود است و ما هم نو الحمدلله که این مسجد هفته گذشته اگرچه در چشم شما میرسد نمیرسد، خیلی خراجات زیاد و خیلی یک 4 روز یا 5 روز در این داخل کار کردن، خراجات های زیاد کردن و این تعمیر دیوال ها هم از قسم بیرون از نو شد، سفید کرده شد، درها همه رنگ کرده شد و دیگر بعضی کارهای دیگر هم البته هست، انشاءالله از فردا با سر میکنن. خدا خواسته باشد باز در نیت برای آبادانی در پهلوهای مسجد برای بهبود کردنش هم نیت ها هست. لیکن برادرها در اینجا یک قسم برادرها خراجات ها کردن، انشاءالله در حدشون دعا میکنیم، بعدا موضوع مانده شروع میکنیم. برادر اکای جمشیدمان 60 سامانی، حاجی خالوف که البته خدمت اولشان نیست، چندین بارها باز هم گفته و ناگفته 1150 سامانی. برادرمان شیرعلی 2 قطی ایمولسیا دادن، محب الله 50 پیاله و 2 قطی لک دادن، حاجی تورعلی 130 سامانی دادن، حاجی طلبیشا 50 سامانی دادن، برادرمان آدینشا 50 سامانی دادن، شریف خان 20 سامانی داد، حاکم برادرمان 25 سامانی دادن و اینجا برادرها خدمت کردن، یاردمچی ها در استامان اکای فیضلی که خیلی اونم خدمتش در همین مسجد زیاد است، با همراه اکای داستی و خلاوری همین مسجد، فرزندای اکای داستی و دیگر برادرها در اینجا سعی و کوشش زیاد کردن، یعنی خدمت جانی هم کردن اگرچه پولی هم نکرده باشند. و یک برادر میگه در بازار در یک چاینی که برای همین مسجد خریدن و خدمت ها در آوردن این مصالح ها کردن. خدایا این همگی را عمر دراز و تنی صحت و خاطر جمع خدا نصیبشان بگردانی. و خدای مهربان چگونه ای که رسول اکرم گفتند من بنا مسجدا لله بنا الله قصرا فی الجنه، حدیث ترمذی است. پیغمبر خدا گفت کسی که در مسجد، کسی در دنیا از برای خدا مسجد را آباد میکند یا سوم برای مسجد روانه میکند، خداوند قصر در جنت برای او بنا میکند. خدایا برای این برادرانی که خیر احسان کردند، خراجات ها کردند، بهترین قصرها را خدایا برای اینها بنا بسازی و عمر دراز و تنی صحت خدا نصیب و روزیشان بگرداند. آمین و رب العالمین. بعد از شما خواهش میکنم که در کدام مسجدی که نباشد سهم خدا بگذارین. انشاءالله این حسرت نیست، پشیمانی نیست. فردا باز برای کم دادن یا نکردن تان پشیمانی دارد و لکن هیچ. عبدالله ابن مسعود می آید حدیث سألت النبی ای العمل احب الى الله تعالی. حضرت عبدالله ابن مسعود می گوید از پیغمبر خدا سوال کردم، پیغمبر خدا کدام عمل از همه دیده محبوبتر و شیرینتر و خوبتر به سوی خدا هست؟ رسول اکرم میگه گشته گفتن الصلاة علی وقتها. 3 عملی هست گفتن پیغمبر خدا که دوست داشته ترین عمل به سوی خداوند هست. گوش می اندازیم کدام عمل هاست که این عمل ها را خدا دوست می دارد. وقتی که خدا که اون عمل دوست داشت، ما و شما بر همون عمل اگر چنگ می زدیم، ما و شما را خداوند چکار میکند؟ دوست می دارد. یکم رسول اکرم گفتند نماز در وقتش ادا کردن این یکی از عملهایی هست که خدا این دوست می دارد. امروز اکثر سوالهایی که در ما می شود 30 دقیقه بعد شام و 35 دقیقه بعد شام و 40 دقیقه بعد شام نماز خفتن بخوانیم جایز است یا نه؟ نه، البته جایز نیست. بین امروز فتوای علمای ما و شما تا 1.5 ساعت اجازت دادن که بعد شام شما میتونین که بعد 1.5 ساعت نماز خفتن تان ادا کنید. مادامی که حکم علما است در گردن ما و شما، واجب است اطاعت کردن او. اطیعوا الله اطیعوا الرسول و اولو الامر منکم. اونا اولو الامر هستن در ما و شما.
باید که اطاعت کنیم. اگرچه مثال در 40 دقیقه و 35 دقیقه نماز خواندی، اون نماز هم نمی شود و اون عمل در نزد خدا محبوب هم نیست، دوست داشته شده هم نیست و خداوند محتاج نماز تو هم نیست. از این خاطر از همه شما خواهش میکنم بین همون یک امت اساسی شیم، بین یک نماز بخونیم که از اون نماز ما و شما در نزد خدا یک برکات و یک ثواب در نامه اعمال ما و شما شود. اون نمازی که سراستی موار ما و شما میخونیمش، نمازی که بی طاقتانه ما و شما میخونیمش، وای چگونه نماز میشود؟ بین یک شخص آمد داخل مسجد در آمد نماز خواند، رسول اکرم چی گفتند نماز را از سر بخوان. خیستن امر پیغمبر خدا را بجا آوردن، باز خیستن باز خواندن، رسول اکرم گفتند از سر نماز بخوان. باز خواندن، سیوم بار تکرار شد، رسول الله گفتند باز نماز از سر بخوان. گشته گفتند رسول اکرم من دیگر از این دیده زیادتر نمیدانم، چه هست معنی نماز من؟ رسول الله گفتند که اعبد الله کأنک تراه فإن لم تکن تراه فإنه یراک. خدا را چنان عبادت بکن که خدا همچنانه که خدا را تو میبینی، و اگرچنده که خدا را تو نمیبینی لکن خدا تو را میبیند. خدا را همچنان عبادت کن. اصلی فإنک لم تصلی، از سر بخوان نماز، زیرا اینکه تو نماز نخواندی. برای چی بود؟ برای پیغمبر خدا نگاه کرد که بسیار تیز رکوع میکرد، تیز سجده میکرد، مثل همون مرغ دانچینی که هست در کتاب ها می آید. امروز اکثری ما و شما همچنان نماز داریم، تیز نماز ادا کنیم، لکن این نماز در نزد خدا هیچ قدر قیمتی ندارد. رسول الله گفتند دوست داشته ترین عمل به سوی خدا چی بوده است؟ نماز در وقت خودش خواندن، نماز در وقتش ادا کنیم. نمازی که در وقتش نباید، شناختن وقت خودش فرض است. اگر در وقتش نماز نخواندین نماز نمی شود. من سراسیمه گفته در ساعت 12 شما پیشین بخونین، من سراسیمه گفته در ساعت 4:30 سحر بامداد بخونین. اینا وقتش نیست. هر یک چیز به خودش وقت دارد. شناختن وقت این فرض است. دویم عملی که رسول اکرم گفتن خداوند دوست می‌دارد این چی است؟ بر الوالدین، خدمت کردن در حق پدر و مادر. اینم یکی از عمل‌های هست که خدا و پیغمبر خدا این عمل را دوست می‌دارد. سیوم عملی که خداوند دوست می داشته است الجهاد فی سبیل الله. پیغمبر خدا گفت جهاد، محاربه با دشمنهای خدا کردنم خداوند و پیغمبر او دوست می دارد. از بین این سه عمل که امروز موضوع ما و شما این خدمت کردن در حق پدر و مادر است، ما جدا میکنیم، استثناء میکنیم و میگوییم که بر الوالدین یعنی خدمت کردن در حق پدر و مادر، این یکی از چی بوده است؟ یکی از عملهای بوده است که خدای ما و شما این عمل را دوست می داشته. خوش به حال آن فرزندهایی که خدمت پدر و مادر میکنند و خودشان را محبوب خداوند میگردانند. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگوید مرد آمد و گفت یا رسول الله اريد الجهاد. پیغمبر خدا میخواهم که در راه خدا جهاد کنم، در محاربه به سوی یهودی ها کارت بردارم. رسول الله گفتند احی والدک، پدر و مادر تو زنده هستند؟ این جوان گفتند بله پیغمبر خدا، پدر و مادر من زنده هست. ففیما فجاهد. پیغمبر خدا گفتند رفته خدمت پدر و مادر را انجام بده، این خود جهاد در راه خداست. ببین جهاد بسیار کار مشکل است. جهاد اگرچه به نهایت اجر زیاد داشته باشد، انسان را راست به حساب و داخل جنت بگرداند، لکن کردن جهاد خیلی کار مشکل است. حتی جهادها بجز اینه که با ضد دشمن اسلام می جنگند، بسیار جهادهایی هست که حتی اوناش در ما و شما از عهدش نمیبراییم. حتی یک جهاد دیگرش همین است که کلمه حق را نزد پادشاه گفتن است. کدام شما قدرت دارین؟
که نزد پادشاه بخیزین و پادشاه را مثال شما گپ بزنین که تو نماز نداری یا تو زکات نداری یا تو روزه نداری یا حق مردم را رعایت نمیکنی. این کلمه حق خودش چی است؟ جهاد در راه خداست. کدام انسان این جهاد را به جا آورده میتونه؟ اونی که مثال شمشیر میبرداری و از کودک زن میگذری، اینش یک جانب همین کلمه حق. یا اینکه یک برادر را گفتن که مثال تو نماز بخوان، یک انسانی که صاحب منصب و پولدار باشد، ما و شما دلاوری نمیشیم بر اون انسان گپ بزنیم. اینم جهاد در راه خداست. رسول الله گفتن پدر و مادر را در خدمت بکن، این جهاد در راه خداست و تو چی میگیری؟ بهترین مکافات که جنت است. از حساب خدمت پدر و مادر تو بر این نائل میگردانی. مرد دیگری آمد گفت یا رسول الله من احق الناس بالصحابتی، با کی از همه دیده هم صحبت تر شوم؟ با کدامش؟ با پدرم یا با مادرم؟ کدام اینها قطعی؟ کدام اینها حق بسیارتر بالای من دارند؟ رسول الله چی گفتند؟ امک. ثم من؟ قال امک. ثم من؟ قال امک. ثم من؟ قال ابوک. پیغمبر خدا را میگه پرسیدم، رسول اکرم گفتند مادرت از همه دیده حق بسیارتر بالای تو دارد. گفتم رسول اکرم بعد از این کی؟ گفتند بازگشته گفتند مادرت. بازگشته گفتم رسول اکرم بعدی مادرم چی؟ گفتند مادرت. بعدن گفتم رسول اکرم دیگر چیز میخوام بعدی مادر بر کی؟ بر پدر، بر برادر، بر خواهر. ابوکا. پیغمبر خدا گفتند بعدن بر پدرت. چیکار کن؟ خدمت کن. یعنی 3 بار رسول اکرم نام مادر را در این حدیث مبارک ذکر کردند و بعدن حواله به سوی پدر کردند. یک جوانی آمد میگد با همراهی زنش یختصمان فی سبیلهما، در دستشان یک کودک بود میگد در دست این زن، و نزد رسول اکرم حاضر شدند و گفتند رسول اکرم یختصمان فی سبیل، ما یک قضاوت داریم، ما یک مسئله داریم، میخواهیم که این مسئله را شما حل کنید. گفتند چی مسئله هست؟ گفتند این مرد میگوید که من حق بلند دارم و این زن میگوید که من حق بلند دارم، کدام ما حق ما بلندتر است؟ مرد میگد به سوی پیغمبر خدا گفت هذا ولدی خرج من صلبی، همین فرزندی که در دست من است پیغمبر خدا همین از پشت من است، همین فرزند من است. میگه این زن گشته گفت زنی همین مرد بود. گفت چی گفت؟ گفت در اصل پیغمبر خدا این فرزند همین مرد است. حمله خفا و وضعه شهوتا، لکن همین آبی که همین فرزند از او به دنیا آمده است این بسیار سبک بود در پشت این مرد، این به سبکی برداشتش. وقتی که در رحم من پرتافتش از حساب شهوت پرتافتش، لكن وضعته كرحا وحملته كرحا وارضعته حولين كاملين. پیغمبر خدا این فرزندی که از آب این مرد در وجود من پیدا شد، این من با مشکلات برداشتم، با مشکلات تولد کردم و باز 2 سال دیگر این شیر دادم. پیغمبر خدا حکم کن، حکم پدر بلند است یا حکم مادر؟ فقضا رسول الله صلی الله علیه و سلم لأمی، بعد پیغمبر خدا حکم کردن که حکم مادر چی هست؟ بلند هست. البته حکم مادر بلند بدنشم اگر ما و شما در سوره لقمان نظر کنیم، خدای ما و شما میگوید و وصینا الانسان بوالديه حملته امه وهنا على وهن وفصاله في عامين ان اشكر لي ولوالديك الي المصير. صدق الله العظیم. خدا در این سوره قرآن به ما و شما چی سپارش میدهد؟ میگوید چگونه که جمعه پیشین از سوره اسراء به شما خواندم که از اولش امر پیغمبر بود، اینش هم از امر سر میشد و وصینا الانسان. خدا میگوید وصیت کردیم فرزند انسان را، سپارش دادیم فرزند انسان را
امر کردیم فرزند انسان را یا وظیفه گذاشتیم به گردن فرزند انسان؟ چه وظیفه گذاشتیم؟ که پدر و مادرش را احترام کند، پدر و مادر را احترام کند. حملته امه وحنا علی وحن، و فراموش نکند که این فرزندی که امروز به وایه رسیده است، این همچنان در یک صورت کلان در دنیا از زمین مثل گندم نروید، بلکه این مادر در شکم خود برداشت. خدا میگه وحنا علی وحن، مشق علی المشق. صاحب تفسیر میگه یعنی مشکلات به مشکلات، روز به روز مشکلات بالای مادر زیاد میشد، ترا میبرداشت. حملته امه وحنا علی وحن و فصاله فی عامین، باز تو را 2 سال دیگر میگه خداوند شیر داد. ان اشکر لی ولی والدیک، من شکرانه مرا بجا بیار و بعد شکرانه من شکرانه پدر و مادرتم بجا بیار. و الی المصیر، فراموش نکن که بازگشت تو به سوی من است. من از این سپارش و از این وظیفه‌ای که بر ذمه تو گذاشتم برای احترام پدر و مادر، از تو پرسان میکنم که آیا تو اینا بجا آوردی یا نه. عبدالله ابن سلام در دوره های رسول اکرم میگن یهودی بود، لکن ایمان آورده بود. این کس وقتی که میگن بیمار شد، رسول اکرم همراه اصحابش در مسجد نشسته بودند و آمدن به پیغمبر خدا خبر دادن یا رسول الله، عبدالله ابن سلام در حالت نزع جان است و از شما بسیار تکلیف است که در تلقین کلمه شهادت حضرت اشتراک کنید. رسول اکرم از جا خیستند، همراه حضرت عمر، همراه حضرت علی، حضرت بلال خانه عبدالله ابن سلام رفتن نگاه کردن که البته سکرات موت خیلی مشکل است، جان دادن خیلی کار مشکل است. نگاه کردن حال عبدالله خیلی وزنین است و کلمه شهادت بر زبان عبدالله ابن سلام هیچ دور نمیزند. رسول اکرم بلال را گفتند بلال از همسر عبدالله سوال کن، شوهر او در دنیا چگونه حیاتی خودش سپری کرده است. بلال وقتی که از همسر این عبدالله سوال کرد، همسر عبدالله گفتند به خدا قسم عبدالله هیچگاه نماز خود در خانه نمیخواند مگر 5 وقت در نماز در مسجد جماعت از پشت رسول اکرم نماز میخواند. روزی نبود که عبدالله خیر احسان در راه خدا نکنه. عبدالله اکثر وقت روزدار بودند. من نمیدانم که از عبادتهای خدا هیچ تنبلی ندارند. رمضان و ادیت الزکات و حججت البیت فماذا لی. صحبت هم میگذارین. پیغمبر خدا من 5 وقت نماز میخوانم، یک مرد گفت زکات میتم، مالدار هستم، روزه رمضان میگیرم و حج در راه خدا کردم، فماذا لی، حکم من صادر کن، من چگونه آدم هستم؟ من فعل ذلك، پیغمبر خدا گفت کسی که اگر همچنان عملهایی که تو نام بر کرده ای فرزند من انجام داد، کان مع النبیین و صدیقین و شهدا و صالحین، کسی که اگر این عملهای تو الحال فرزند من نامگیر کردی، 5 وقت نماز، دادن زکات، گرفتن روزه و کردن حج، اون کس در روز قیامت همراه پیغمبرها، همراه شهدا، همراه صادقا و همراه صالحین است، الا ان یعوق والدی. لیکن گفت پیغمبر خدا مگر در اینجا یک شرطی است، مگر اینکه اگر عاق پدر مادر نشیده باشد. روزه داشت، زکات میداد، روزه میگرفت، حج کرد، لیکن اگر عاق پدر مادر نباشد، اگر عاق پدر مادر باشد، این عبادت ها برای او هیچ سود و هیچ فایده نداشته است. عبدالله سلام از عبادت هیچ تنقیصی نداشته بوده است. لکن زنش چی گفت؟ فکر میکنم گفت که مادرش از عبدالله ناراضی هست. اینش گفت خاطری من ده هست، یادی من ده هست که مادر عبدالله از عبدالله ناراضی هست. رسول اکرم که
از پدر مادر دیدار بر ما و شما شیرینتر و عزیزتر است و غمخوارتر است و باید ما و شما از پدر و مادر دیده پیغمبر خدا را دوستتر بداریم. رسول الله به طاقت شدند. حضرت عمر و حضرت علی را گفتند نزد مادر عبدالله میرین و از مادر عبدالله پرسان میکنین و از او درخواست میکنین که از فرزند خود راضی بشود. حضرت ها خیستن آمدن گفتن تو مادر عبدالله هستی؟ گفتن بله من مادر عبدالله هستم. الحال گفتن میدانی که عبدالله در نزع جان است؟ مادرشون گفتن نه نمیدانم. البته وای به حال او فرزندی که از نزع جانش حتی که مادرش درک ندارد. بین فرزند هیچگاه مادر نمیخواهد که حتی مصیبت فرزندش بیند، لکن در حالت مصیبت ما و شما اگر مادر ما زنده باشد، پدر ما زنده باشد، بالای سر ما و شما مغفرت گناه ما و شما را طلب کند، این یک شادی برای ما و شماست. از آنه که در مرده ما و شما نیاید، در معرکه ما و شما از حساب ملالی که داشته باشد نیاید، این برای ما و شما مصیبت است. گفتند من درک ندارم، لکن من در دنیا و آخرت از عبدالله راضی نیستم. وای به حال اون فرزندی که پدر و مادر میگوید من از فرزند خود راضی نیستم. بسیار کلمه دشوار است. کلمه هست که دیگر هم دنیا و هم آخرت فرزند حل میکند. من از فرزند خود راضی نیستم، نه در دنیا و نه در آخرت. حضرت عمر هراسان شدند، دوان به پیش پیغمبر آمدند، گفتند از زبان مادر این سخن صادر شد. رسول اکرم خود خستند، مادر را آوردن نزد عبدالله شیناندن، گفتند به چهره فرزند خود نظر کن. در حالتی هست که اگر تو راضی نشوی کلمه شهادت بر زبان این فرزند تو نمیگذرد و حال مشکلات مرگ این آسان نمی شود. گفتم پیغمبر خدا، به حق خدا و پیغمبر که من از این فرزند راضی نیستم. گفتن چرا راضی نمی شوی؟ گفت این کسی هست که برای خاطر زنش مرا از خانه خود پیش کردگی هست. برای خاطر زن خود، برای آنه که مثال شیرینی و محبت زن در دل او اثر کرد و مرا از خانه خود پیش کرد، من چگونه این فرزند ببخشم؟ رسول الله گفتند به حق آن چیزی که به حق آنه که من پیغمبری تو هستم و تو امتی من هستی، مادر عزیز از فرزند خود بگذر، از فرزند خود راضی شو. بگه این مادر وقتی که این سخن شنید که به حق پیغمبر و به حق امتی بدن تو، گو من از فرزند خود راضی شدم. در زمان میگد نگاه کردن که عبدالله با صدای بلند لا اله الا الله محمد رسول الله را میگد بر زبان خود رانده کردن و جان به حق تسلیم کردن. رسول اکرم بعد دفن این قبر چی گفتند؟ گفتند که وای به حال اون فرزندی که در دنیا مادر یا پدر از او راضی نباشد و خوش به حال او فرزندی که در دنیا مادر و پدر چی می شود؟ از او فرزند راضی می شود. خوش به حالی. البته از همه شما جوانای عزیز احترامانه از نام پیغمبر خدا خواهش دارم پدر و مادر آزار نتین. باور کنین اگر شما بخواهین که در قبر شما باغهای از جنت باشد و شما وارد جنت شین و قصرهای بهترین جنت از خود کنین، هر آینه پدر و مادر از خود راضی کنین. زیرا رسول اکرم گفتند که دعوت الوالدتی اسرع اجابتن، دعای مادر اسرع اجابتن. اسرع از کلمه چی است؟ در حال اجابت می‌یابد. گفتم پیغمبر دعای مادر در حال اجابتش میرسد. قیل لما یا رسول الله؟ پرسیدن چرا که دعای مادر در حال تأثیر میکند؟ گفت هی ارحم من الاب و دعوت الرحیم لا تسقطو. پیغمبر خدا گفتند زیرا که مادر از پدر دیده رحمتر است. رسول الله گفتند و دعای رحیم، دعایی که آدمی که رحم داشته باشد، لا تسقطو، نزد خدا نمی غلطد، بلکه اون چی می شود؟ بالا برداشته می شود و به اجابت می رسد. حضرت موسی در دل خود گذرانیدن پروردگارا برای ما جنت میگویی، نعمتهای جنت میگویی و من میدانم که پیغمبرهای تو همه وارد جنت میشوند، منم از آن جمله.
لکن من در جنت همراه کی هستم؟ همراه کی هستم در جنت و همسایگی کی در من قرار دارم؟ خداوند ندا کرد موسی تو همراه یک قصاب در جنت سکونتی میکنی و هم صحبت میشوی. حضرت موسی میگه در حیرت افتادن قصاب؟ گفتن بله همراه یک قصاب تو در جنت همراه میشوی. حضرت گفتن اون قصاب کیست؟ گفتن در فلان شهر سکونتی میکند. حضرت میگه از مکان خود سفر کردن و بر آن شهر رسیدن. نگاه کردن که یک قصاب عادی هست، عملش مثل عمل همین آدم‌های عادی هست، دیگر هیچ عملی ندارد. تا بیگاه میگن همین قصاب نظارت کرد، نگاه کرد. بعد این میگه بیگاه که شد حضرت موسی خودش را معرفی نکرد، شناس نکرد، بلکه گفت مسافر آیا در خانه خود راه میدهی؟ ما مسافر هستیم. گفت بله البته به البته، مرحمت گفته. از پس این قصاب میگه روان شد. وقتی میگه در خانه قصاب در آمدم، در یک خانه مرا شیناند. البته اون وقتا این قصرها و این 3 ایتاژ و 5 ایتاژ خانه ها نبودن، مگر یک خانه یا 2 کلبه‌ای داشتن خلاص. میگه شیناند و حضرت پیش از آن که نزد من دسترخوان پرتاید و آنچه در خانه دارد پیشنهاد کند، اولا نگاه کرده میگه در کنج خانه یک سبدی بود که پر از پخته بود و در داخلش میگه یک زنی خیلی برجا مانده افگار در داخل همون سبد بود. میگه حضرت میگه نزدیک شدن، با دست خود میگه طعام دراز میکردن، بر دهان او کس آب میدادن. وقتی که سیر شد میگه دستش میگه مادر برداشت، یک دعای داد میگه و قصاب میگه از خانه بیرون شد. وقتی میگه این قصاب از خانه بیرون شد، من نزد سبد حاضر شدم و گفتم مادر السلام علیکم، شما کی هستین؟ گفت من مادر همین قصاب هستم، سالهای زیادی رنج دارم، مصیبت دارم، بیماری دارم، لیکن الحمدلله که این فرزند من دایم در فکر نفقه من هست، شکم و لباس من و جای خواب من دائم معین کردگی هست. میگد گفت مادر عزیز آیا یگان امید، آیا یگان دعا، آیا یگان درخواست مقصد داری؟ گفت ای مسافر، گفت فقط یک امید دارم و دائم دعای من همین است که این فرزند من بعد این قدر مهربانی هایی که بر من میکند خدایا در جنت در همسایگی حضرت موسی باشد. فقط دعای من گفت همین است. میگه حضرت موسی گریان شدن و گفتن مادر، گفتن یک شادیانه بر من بده، یک هدیه بر من بده، زیرا که همان موسی که تو میگوی همان موسی من هستم و همان پیغمبر من هستم و دعای تو در نزد خدا اجابت یافت و این فرزند تو در جنت همراه من است. خوش به حال اون فرزندهایی که همراه پیغمبرها و همراه شهدا در جنت از پشت چی؟ از پشت خدمت کردن در حق پدر و مادر هست. رسول اکرم در حدیثهای فراوان خود به ما و شما خبر میدهد کسی که سحر از خواب میخیزد مرضیا لابویه، هر وقتایی که سحر بیدار می شود پدر و مادر از او راضی هست، پدر و مادرش راضی هست. مادامی که پدر و مادر راضی شد، رسول الله چی گفتند؟ له بابان مفتوحان الی الجنه. وقتی که پدر و مادر سحر که از تو راضی باشند، 2 دروازه از دروازه های جنت برای تو کشاده ایستادگی منتظر تو هستند. و من امسا مثل ذالک، اگر تا بیگه هم که راضی ایستند، رسول الله گفتند اون دروازه ها هم کشاده منتظر این فرزند هستند. و این کان واحدا فواحد، رسول الله گفت اگر یک تش راضی باشد، 1 دروازه جنت برای تو کشاده هست.
و اگر شخص سحر میخیزد در حالتی که مسخیتا لابویه، پدر و مادر از او راضی نیست، یعنی با او فرزند قهری هستند یا ملال هستند. رسول الله چی گفتند؟ کان له بابان مفتوحان الی النار، دو دروازه از دوزخ بروی این فرزند کشاده ایستادگی هست. و من امسا مثل ذالک، اگر تا بگه این پدر مادر راضی نشد، اون دروازه های دوزخ بروی این فرزند چی هستند؟ کشاده و منتظر این فرزند هستند. و این کان واحدا فواحد، اگر یکی همین هم غضبناک باشد، میگد ملال باشد، ناراضی باشد، یک دروازه دوزخ بروی این فرزند منتظر است. لکن در دوام رسول الله چی گفتند؟ و این ظلم و این ظلم و این ظلم، 3 بار گفتند. اگر چنده که پدر مادر تو ظالم باشد، پدر مادر تو ظالم باشد، پدر مادر تو ظالم باشد، اگر چند پدر مادر ظالم هم باشد، تو چیکار کن؟ تو خدمتی در حق پدر مادر را بروی خود روا ببین و خدمت از آنها کنده نکن. زیرا خدا را بین در سوره همین لقمان و ما و شما چی میگوید؟ امروز بسیار جوان ها میآیند پیش ما، سوال میکنم پدر من فلان گپ گفت، آیا من در همین گپ خلافی اگر پدرم کار کنم چی میشود؟ خیلی خوش به حالشون که سوال میکنن و جواب خودشون هم میگیرن. خداوند در قرآن به ما و شما تذکر میدهد، میگوید و این جاهداک علی ان تشرک بی ما لیس لک به علم فلا تطعهما و صاحبهما فی الدنیا معروفا. صدق الله العظیم. سوره لقمان است. خدا میگوید اگر پدر و مادر بر کدام شما ای فرزندها امر کنن این که فرزند من به خدای خودت مشرک شو، یعنی شریک در ذات خدا بیار، یا میگویم فرزند من نماز نخوان، فرزند من روزه نگیر، فرزند من مالداری زکات نده، فلا تطعهما، این پدر و مادر به زمین این قدر احترامی که دارن تو اطاعتشان نکن. در حالتی که به خدای خود گناهگار شدند، پدر و مادر تا اطاعت نکن. و صاحبهما فی الدنیا معروفا، لیکن اگرچند پدر تو کافر هم باشد، مشرک هم که باشد، مفسرای قرآن زیاده از 10 تفسیر ما در خانه داریم، همش چی میگن؟ و صاحبهما فی الدنیا معروفا، با این پدر کافر، با این پدر مشرک تو چیکار کن؟ معامله خوب کن، در حق اینها خدمت کن. و در بین باز چیکار میکنی؟ همون پدر و مادر دکتی وقتی خدمت کردی، مهربانی کردی، شاید که چیکار کند؟ شاید که این هم باز در دلش خداوند یک ترحم و در دلش خدا یک توفیق جایگیر کند و باز به سوی اسلام چیکار کند؟ رجوع کند از حساب خدمت شما. حتی حضرت موسی را میگوید، در روایت ها میآید که وقتی که بالای کوه تور میرفت با خدای خود میگد نازیده گپ میزد، می نازید که ما با خدای خود چیکار میکنیم؟ یعنی سخن میگوییم. البته و کلم الله موسی تکلیما، این جای حقیقتش است، این یگان افسانه و یگان حکایه نیست، زیرا خدا میگوید که موسی از پیغمبرها کسی بود که همراه من صحبت میکرد، همراه من سخنرانی میکرد. حضرت موسی میگد بالای همون کوه تور میبرامد و بناز با خدای خودش چیکار میکرد؟ صحبت میکرد و احکام و ارکانها را می آورد بر امتی خودش می رسانید. روز از روزها میگه حضرت موسی بالای همین کوه تور با خدای خود میگه راز میگفت. خداوند خطابش کرد، موسی گفت تا امروز اگر یاد داشته باشی تو به ناز گپ میزدی، می نازیدی، از امروز اعتباراً نزد خدای خودت با ادب باش، احتیاطانه گپ بزن، زیرا تا امروز مادری تو زنده بود، از پس تو دعا میکرد پروردگارا فرزند من وقتی که نزد تو میآید مبادا بنده هست، یک لغزش میکند، سهو میکند، خدایا تو این را ببخش و بر این غضب نکن. امروز مادری تو از دنیا گذشت، دیگر تو ناز بردار نداری، نزد خدای خود با ادب باش، با احتیاطانه گپ بزن، زیرا یگانه کسی که دلپری تو بود و در حق تو دعا کن بود این مادری تو بود که از دنیا گذشت. خوش به حالی شما فرزندای عزیز، برادرای عزیزی که احترام پدر و مادر دارین. کدام شما اگر با پدر و مادر ملالم که باشین امروز چیکار کنین؟
رفته بعد شنیدن این سخنها اگر شما ایمان کامل داشته باشین، ترسی از خدا داشته باشین، باوری بر قبر روز قیامت داشته باشین، از پدرهای خود مادرهای خود عذرخواهی کنین، قدمهای اونها را بوسه کنین و اونها را احترام کنین. انشاءالله خداوند شما را چکار میکند؟ همه گناه شما را مغفرت میکند. حتی پدر و مادرم بعد بخشش فرزند انشاءالله باوری دارم که اونها یک صندوق رحم هستند، یک سیله رحم هستند، از فرزند در حال چکار میکنند؟ گذر میکنند و فرزند خودشان میبخشند. و از این بزرگها بایزید بسطامی هم که خیلی از اولیاهای متقدمین بود، حضرت هم از خدمت پدر و مادر به این درجات خیلی بالای رسیدند که قصه های این حضرت بایزید بسطامی در کتابها خیلی زیاد وارد شدگی است، مگر یک قصه ای که در حق پدر و مادر چگونه خدمت کردند. مولوی جنون در نظمهای خود یادآوری میکند، میگوید چنین فرمود روز آن جگر ریش، چنین فرمود روز آن جگر ریش، زرنج و هم فتوحاتی رهی خیش. حضرت بایزید حکایه میکند که حضرت میگد روز این جگر سوخته راه خدا میگد یک از رنجهای خود، از خیلی مشقتهایی که در خدمت مادر کرده است روز حکایت کرد و به چی مکافات نائل شد. صحبت داشت که بودی مادرم در بستری خواب، که بودی مادرم در بستری خواب، دلش بیدار نامی ذکر وهاب، به بالای سری آن ام نائیم، به دستم کوزه پر آب قائم. حضرت بایزید بسطامی میگوید مادر من بیمار شد، بستری شد، افگار شد، دیگر قوت خیستن نداشت. من که فرزند او بودم، من که پیرو قرآن بودم، من که پیرو محمد بودم و از خدمت پدر و مادر که آگاه بودم، بر بالای سر این مادر خود میگد ایستاده بودم که مادرم فریاد زد فرزندم آب بیار. آمدم میگد به دستم کوزه پر آب قائم، آمدم تا آب آوردم که مادرم خواب برده است. کوزه را داشتم در دستم، زی وهمی که مبادا آب گوید، زی وهمی که مبادا آب گوید، مرا در جستن آبش بجوید. حضرت میگوید من قائم بودنم، راست بودنم با چی مقصد بود؟ با مقصدی که شاید که مادرم آب بگد اگر مرا غافل بیابد یا مرا نیابد. چنان کردم در آن شب انتظارش، دو دستم خسته شد دل انتظارش. چنان همان شب میگد برای من مشکل آمد که در دستم کوزه خود قایم راست استادگی، دو دستم میده شد دل بی قرارش، دلم بی قرار می شد، دست ها مانده می شد. با وقتی صبح شد از خواب بیدار، که بودی تشنه لب آن آب تیار. حضرت میگوید صبح شد، میگد همان قایم ایستادن من، فرمان خدا مرا نگذاشت که من در جای خود بشینم، بلکه همان کوزه میگه در دستم و ایستاده نگاه کردم مادرم وقتی صبح میگه از خواب بیدار شد، که بودی تشنه لب آن آب تیار. و مجرد میگه بامداد که بیدار شد آب گفت، آب درازش کردم، بنوشید آب گفت ای نیک فرزند، نیاسایی دم تو ای جگربند. البته مادر است، غمخوار است. وقتی آب گفت نگاه کرد فرزندش راست ایستادگی هست، گفت ای نیک فرزند، ای فرزندی که دنیا و آخرت تو آباد است، نیاسایی دم تو ای جگربند. چرا تو یک دم آسایش نکردی؟ چرا یک دم راحت نکردی؟ شبی تاری دراز کوزه بر دست،
شبی تار دراز کوزه بر دست، چرا ننشسته ای شیدای سرمست. میگه حضرت گفتن مادرش که ای شیدای سرمست، ای دوستی خدا، این شبی راست تو همین بالای پا قرار داشتی و این کوزه در دستی تو بود. میگه حضرت چی گفتن؟ که گفت از ترس آنکه آب گویی، که گفت از ترس آنکه آب گویی، اگر غافل شوم هر سو بجویی. گفت از خاطر آن من بالای سر تو ای مادر قرار داشتم که مبادایی که اگر یکی آب میگفتی دویم باره من خواب میشدم که بر تو آب میداد. ز تأخیرم ملال آید به خاطر، ز آزارت به جانم میرسد تیر. اگر تأخیر میکردم از تأخیر کردنم میترسیدم، اگر آبت نمیدادم بر جان من صدها تیر مصیبت و مشقت آمده میرسید. از این خاطر گفت حضرت چیکار کردم؟ من بالای پای خود راست ایستادم و خدمت تو را یک شب انجام دادم. از آن دلیابی او در سحرگاه، کشاده شد دری اسرار الله. حضرت مولوی میگوید مادامی که دلیابی کرد، مادامی که بر مادر خود خرسند یعنی خدمت کرد، درهای اسرار الهی کشاده شد و میسر شد مراد دل و حکمت، شدم مستغرق فیضان رحمت. وقتی که میگد که اسرار، درهای اسرار که کشاده شد، چکار کرد؟ فیض خداوندی، رحمت خداوندی بالای من همون شب ریخت و من بر این اولیاگی و به این درجات هایی که رسیدم همه از حساب چی بود؟ از حساب پدر و مادر خدمتش بود. حتی که همین سلطان ویس قرنی که ما و شما داریم، همین حضرت هم از خدمت مادر به این درجات رسیدن که رسول الله خود حضرت سلطان ویس قرنی را ندیدن، لکن به اصحاب خود فرمایش دادن که ابو بکر تو هم سلطان ویس قرنی را نمیبینی، لکن عمر تو بر او چکار میکنی؟ تو بر او رو پرو میشوی. این از معجزه های پیغمبر بود که در حدیث های صحیح پیغمبر میگذرد. تو کسا میبینی و اون کسا چکار کن؟ از سلطان ویس قرن تو دعا طلب کن، تو دعا طلب کن. که وای گفتن رسول اکرم وای از کجا میشناسیم؟ گفتن کفی دستش سفید است، یعنی کسل های سفید شده باشد، کفی دستش گفتن سفید است. از این گفتن شما حضرت سلطان ویس قرنی را میشناسید، از او دعا طلب کنید. بین حضرت عمر یار دویم پیغمبر خدا که رسول الله گفته بود انت فی الجنه، ای عمر تو در جنت هستی، باز عمر سپارش داد که دعای حضرت سلطان ویس قرنی را بگیرید. برای چی؟ برای که او خدمت مادر کردگی است و خدمت پدر کردگی است. در مسئله ها میگذرد کسی که عاقی پدر و عاقی مادر است در امامتش کراهیت است. این اگرچه عالم است، اگرچه مفسر قرآن است، اگرچه یعنی چی رتباتی نداشته باشد، اگر عاقی پدر و مادر باشد در نمازی که به مردم میخواند کراهیت دارد. تا این اندازه را فقهای ما و شما مهنت ها کردگیند. کدام پدر و مادری که از کدام فرزندی که اگر ناراضی گذشته باشد، یعنی گذاشته رفتن، برای اونها را هم ابولیث سمرقندی توصیه میدهد. شاید که این فرزندها از حساب نادانی کردند، یا شاید فرزندهایی باشند که این چنین خدمت‌هایی که الحال من ذکر کردم از گذشته ها شاید این خدمت‌ها را نکرده باشند و افسوس بخورند که اگر پدر و مادرمان میشد هر آینه این خدمت‌ها را میکردیم و دعای اونها را میگرفتیم. برای اینها هم وظیفه است. ابولیث سمرقندی میگوید برای آن کسانی که افسوس میخورند که پدر و مادر از آنها راضی شود و این فرزند اهل جنت شود، یا فرزندی که پدر و مادرش از اون ناراضی گذشتگی هست، اونها چیکار کنند؟ اونها باید که اولا گفت حضرت ابولیث سمرقندی هم که محدث است میگوید که اولا خود فرزند باید صالح باشد. برای اینکه اگر پدر و مادر از او راضی شوند، پدر مادری که گذشتگی هستند بخواهند که اگر اونها را در قبر از خود راضی کند، در دنیا خودش صالح باشد. یعنی هم فرزند نمازخوان باشد، فرزند حلال خور و حلال رفتار باشد. دویم وظیفه‌اش با رفیقهای پدر و مادر
رفت و آمد داشته باشد. سیوم وظیفه‌اش خیر و احسان در حق پدر و مادر کند. اون پدر و مادر از این فرزند در این دنیا راضی می شوند، اگرچند که ناراضی هم که از دنیا گذشته رفته باشد. و برای آن کسانی که پدر و مادرشان زنده هستند فراموش نکنید که جنت و دوزخ شما در پیش شما هست. اگر راحت جنت میخواهید مرحمت، و اگر درهای کشاده دوزخ میخواهید هم مرحمت در دنیاست، در پیش شماست. لیکن فکر میکنم که عذاب دوزخ ما و شما طاقت نداریم. عذاب دوزخ علاوش آتشش مثل آتش دنیا نیست، بلکه 70 برابر رسول اکرم گفتند از این آتش دنیا فرق کننده است. شما برای یک تجربه بالای یک همین گاز شما شعله‌ور کنید، بالای همون یک بگیم ثانیه دستان بالای همون بدارین. در آتش دنیا شما طاقت ندارین، چگونه مثال آتش دوزخ ما و شما طاقت میکنیم؟ نداری طاقت یک زخم سوزن، نمی ترسی چرا از سوز گلخن؟ البته شما طاقت یک زخم سوزن ندارین، از سوز گلخن، از آتش دوزخ چرا شما نمی ترسین؟ و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. پروردگارا از ثواب و از اجرهایی که در این امر معروف و نهی از منکر موجود هست، خدایا این گوش کننده ها را نصیب و روزی بگردانی، و خدایا همه ما را محب مسجد و محب پدر و مادر و محب شنیدن امر معروف و نهی از منکر بگردانی، و خدایا تمام جوانهای ما را، تمام مردم ما را خدمت کننده در حق پدر و مادر بگردان، و با دعای نیک این پدر و مادر وارد شدن جنت را بر همه ما خدایا نصیب و روزی بگردان. ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق و انت خیر الفاتحین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خیر احسان هایی که در پیش ماست خدایا این خیر احسان ها را به درگاهش مقبول بگرداند، و خدایا در هر دو عالم این برادرها را سربلند نگاه بداری، مرادها و مطلوبهاشون خدایا حاصل بسازی. آمین و رب العالمین. خیلی سوالهای زیادم در نزد ما در خانه هم هست. چند جمعه هست که فقط ما موضوع گپ میزنیم. میخوام که جمعه آینده در باب سوالها و جوابهایی که هست البته سوال جواب میکنیم، و خدا خواسته باشد جمعه های آیندهش باز میبینیم که فصل قیامت یا یگان فصل دیگر را به سمع شما میرسونیم.